ابوذر در مکه مکرمه یک فرزند به نام محمد ابن عبدالله برآمد که وی دعوا دارد که من فرستاده پروردگار هستم، من پیغمبر هستم. در دل ابوذر این خبر روز به روز شعله میزد. این کی باشد؟ این چی دعوا داشته باشد؟ دعوای او تا چه حد حقیقت داشته باشد؟ یک برادری داشت و یا فریاد زد، گفت برادر، گفت به گوش من یک آواز آمد است که در مکه مکرمه محمد گفتنی شخص برآمده است و دعوای پیغمبری دارد. من از تو یک خواهش دارم، می روی در صحبت این محمد صلی الله علیه و سلم می نشینی، آن چیزی که وی می گوید خلاصه سخن او را نزد من میاری. برادرش آمدن مکه مکرمه و در صحبت محمد صلی الله علیه و سلم نشستند. بعد چند بازگشتن آمدن باز به همین قبیله غفاریا نزد برادرش ابوذر و گفت ای ابوذر، من در صحبت آن نفر نشستم. گفت چی میگوید؟ گفت چی زبان شیرینی دارد و صحبت میکند فقط از اخلاق حمیده، فقط مردم به سوی انتظام خوب دعوت میکند، لیکن سخنهاش شعر نیست، از شاعر فرق دارد و شاعر نیست. ابوذر از جای خود خیز گفت برادر عزیز، گفت آن مقصدی که من داشتم تو حاصل نکردی، آن چیزی که برای من لازم بود تو خبر پره نآوردی. از جای خود حضرت خیز میگوید یک مشک آب گرفتن و در یک خلطه آذوقه گرفتن و خود برای دیدن محمد به مکه آمدند. حضرت در راه خیلی عذابها کشیدند، آمدند به ناگاه در مکه مکرمه در آمدند. در خانه کعبه جایی که حاجی ها زیارت می روند، حضرت رفتند کچ پهلو کردند، بیگاه شد. مردم زیاد در پیش او می رفت می آمد، لیکن محمد نمی شناخت. محمد نفر عادی بود، محمد کسی نمی شناخت. وی فرق کننده نبود، وی برابر فقرا از فقیرها هیچ فرقی نداشت. شاید از اونها دم احوالش پستر بود. حضرت بیگاه شد، محمد ندید. حضرت علی گذر کردن، نگاه کردن یک مرد خدا خواب است، شناخت که این غریب است، این مسافر است، او را بیدار کرد و گفت خانه من می رویم. حضرت دست ابوذر را گرفتن به خانه آوردن. شب سپری شد، سحر آمدن باز در کعبه نشستن. هرچند که می جستن محمد شناخته نمی تانستند. باز بیگاه شد، علی باز همون غریب دید، آورد به خانه خودش. باز شب مهمانداری کرد، سحر شد، باز خانه کعبه. شب سیوم حضرت علی دیگر ناچار شدن، گفتند ای مرد خدا، من میدانم تو مردم مکه نیستی، تو این مردم شهر ما نیستی، تو غریب و مسافر هستی، چی نیت داری؟ چی درخواست داری؟ گفت اول ای مرد خدا، گفت من تو را نمیشناسم کی هستی، لیکن به تو عهد و پیمان ببند که این سیری مرا در کسی آشکار نمیکنی. اون زمانها خیلی ترس و واهمه زیاد بود برای اسلام داشتن، برای ایمان داشتن. حضرت علی قسم خوردن که من عهد و پیمان نمیشکنم، آن چیزی که داری پیش من خبر بده. گفت من برای محمد دیدن آمدم، دیگر هیچ مقصدی ندارم. کنه همین نفری که دعوای پیغمبری دارد،
آیا من اینو بینم تا چه حد سخن این حقیقت دارد؟ حضرت علی گفتن قسم بر آن خدایی که جان محمد در دست اوست، دعوای محمد حق است. گفت این پیغمبر است. لکن گفتن سحر یک کار میکنیم، من پیشا پیش میروم، تو از پس من میایی و من تو را به خانه میبرم که در اون خانه محمد صلی الله علیه و سلم پنهان است و اونجا تعلیم میدهد. حضرت پیشا پیش آمدن و خانه فلانی در آمدن. ابوذر در پیش این رسول اکرم 4 زانو زدن نشستند. رسول اکرم از همان سخنهای خیلی عسلبرین خود صحبت کرد و ابوذر گفت، ابوذر از جای خود بعد صحبت رسول اکرم خیز گفت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسوله. من گواهی میدهم که آن خدا یک و یگانه است و محمد بنده اوست و فرستاده اوست. پیغمبر خدا گفت این کلمات گفت ای ابوذر پنهان کن، الحال وقت اعلان او نیست، زیرا عدد ما مسلمان ها خیلی کم است. وقتی که میشنوی که مسلمان ها زیاد شدن، اون زمان برای کمک ما بیا، الحال خاند را. ابوذر غفاری چی گفتن؟ گفتن ای محمد صلی الله علیه و سلم، زمان من این کلمه را گفتم در دل من مثل که یک خوراکی که در دیگ جوش میزند اسلام و ایمان جوش زده ایستاده است. من این پنهان گرفته به قبیله غفاری ها برده نمیتونم، بلکه این من در بین مشرکان عرب اعلان میکنم. هرچند حبیب خدا باز داشت، حضرت ابوذر قرار نگرفت، رفت آمد در بین خانه کعبه با آواز بلند در بین مشرکان عرب، دشمنان قرآن و اسلام، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسوله گفتند. حجم بالای ابوذر سر شد. ابوذر غفاری را میگه چنان زدن که حضرت عباس عمک پیغمبر اون زمانها اسلام نآورده بود، میگه من خودم بالای این ابوذر پرتافتم، گفتم ای مردم، گفتم این در قبیله غفاری ها زندگی میکند، راهی که ما تجارت میکنیم، اگر الحال این از دست رود اون قبیله دیگه ما را نمیگذارد که ما تجارت رویم. میگه از بالای ابوذر غفاری بیراه شدن. فردا سحر با این احوال بد حضرت باز آمدن بالای همون سنگ بر آمدن، باز اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسوله. گفتن اگر 100 جان داشته باشم، اگر همه جانهای مرا که گیرین، من از این کلمه بر نمیگردم. این کلمه کلمه حق است، این کلمه هست که تمام دنیا را فرا میگیرد. الحمدلله که امروز همان کلمه که حضرت گفتن امروز دنیا را فرا گرفت. حضرت عمران میگوید آمدم تنها حضرت نشستند، گفتم ما هذه الوحده ای ابی ذر، این تنهایی بهر چیست؟ فقال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، حضرت ابی ذر گفتند من عاشق محمد هستم و از زبان این حبیب خدا شنیدم که میگفتند الوحدة خیر من جلیس سوء والجلیس صالح خیر من الوحدة و املاء الخیر خیر من السکوت و السکوت خیر من املاء الشر. حدیث حبیب خدا را خواندن، حدیث پیغمبر را خواندن. پیغمبر خدا گفته بوده است ای امتان من، تنهایی بهتر است از آن که شما با یک گروهی که اونها دروغگوی هستند، اونها زناکار هستند، اونها خیانتکار هستند، اونها عرق نوش هستند، اونها از خدا و از مسجد و از نماز دور هستند،
از اون گروه در نشستن در تنها نشستن بهتر گفتن. و همنشینی گفتن پیغمبری خدا با آدمهای نیک بهتر است از تنهایی. اگر شما دانین که در یک جای معرکه خیر است، در یک جای یک دانشمند است، یک توده مردمی هستند که همه صحبت‌های نیک میکنن، صحبت‌های میکنن که برای فایده دین و دنیای توست، در این حالت شما تنها نشستن جنایت است برای شما. و حضرت دوام دادن که املاء الخیر خیر من السکوت. سخن گفتن، پند گفتن بهتر است از سکوت گفتن. لیکن اگر گفتن و املاء الشر و سکوت خیر من املاء الشر، لیکن گفتن اگر زبانی که پند گفتن نتاند، نصیحت کردن نتاند، زبانی که فقط درشت گوید، سخت گوید، آزار دهد، حضرت گفتن از این گونه زبان در حرکت در آوردن از سکوت کردن بهتر است. الحمدلله که امروز ما و شما در همان معرکه نشستگی هستیم که حبیب خدا گفتن از تنهایی در این معرکه برای شما بهتر است. خوش به حال همه شما برادران عزیزی که از راههای دور و نزدیک برای این گونه معرکه ها را انتخاب میکنید، میآیید و دل خود مثل پخته بر این سفید میکنید و بازگشت به سوی کارخانه ها و خانه های خود میشوید. خوش به حال همه شما که چنین همنشینی، چنین معرکه ها را برای خودتان اختیار کردید. رسول اکرم میگوید الرجل علی دین خلیل فلینظر من یخالیل. ای امتان من، ای جوانای عزیز، حبیب خدا میگوید مرد در دین رفیقش است. مرد جوان در دین رفیقش است. نظر کن با کی تو همنشین هستی. با کسی همنشین باشی دینی وی البته تو قبول میکنی. یعنی مقصد از دین چی خصلتی که وی داشته باشد تمام خصلت‌های او در تو میگذرد. برای همین گفتن حضرت که همنشینی خوب برای خودتان اختیار کنید. اگر ما و شما نظر در سوره مؤمنون کنیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. خداوند برای ما و شما خبر میدهد کدام بندگان در نزد من نجات یافتند، کدام بندگان در نزد من عزت دارند. کدام بنده ها؟ کسانی که در نمازشان خاشع هستند، کسانی که در نمازشان یکم گروه نجات یافتگان. خداوند در قرآن یکم نفر کی را یاد کرد؟ کسانی که نمازشان از ترس خدا میخوانند، کسانی که حالت نماز میخوانند خدا را حاضر ناظر میدانند. دوم کی را گفت؟ والذین هم عن اللغو معرضون. کسانی که از صحبتهای آدم ناخوب پرهیز میکنند، کسانی که از شنیدن کلامهای نادرست پرهیز میکند. اینها گفت دوم نفرهای هستند که در نزد من نجات یافتگی هستند. صالحان از تینت کج تینتان کج میشوند. خدا رحمت کند عبدالقادر بیدی را، پیشواهای ما و شما چه عزیزان خوبی داشتیم، چه نصیحت‌هایی کردن برای ما و شما. اگر باور کن عقل ما ناخورده باشیم، سخن اینها باید در جگر ما و شما تأثیر کند و اینها این سخنها را برای خود باید ما شعار بالای سرمان در خانه ها نویسانده داشته باشیم. حضرت میگوید صالحان از تینتی کج تینتان کج می شوند. اگر 1000 ساله باشی، اگر 1000 بچه شیخ و داملا باشی، بچه پیغمبر باشی، اگر یاری تو، رفیقی تو، همنشینی تو اگر آدم ناخوب باشد، حتمی کج بدن او، حتمی خصلت‌های ناخوب او در تو تأثیر میکنه. صالحان از تینتی کج تینتان کج میشود. حضرت یک مثال آوردن.
کفش گردد ز اختلاط پای کج ناچار کج. گفتن اگر همین پای افزال هایی که شما از دکان ها میخرین بینین چقدر راستی خوب است، اگر پای شما کج باشد همین پای افزال راست کج میکنه، زیرا که این پای افزال شما همنشین با پای کج کردگی است. در پای کج که کشیدش کج میشود. این جسم فطرت تازه شما اگر همنشین با آدمای ناپاک و نالایق و غافل اگر همنشینی داشته باشد، عاقبت کسل اونها در شما میگذرد. جوانان عزیز خیلی هوشیار باشید، رفیق بازی نکنین. اولش زمانی رفیق بازی نیست. رفیقای داریم که هر لحظه دگرگون می شود. رفیقای داریم که فقط برای مال ما و شما، برای منصب ما و شما، برای خانه ما و شما رفیقی دارند. رفیقای جانی خیلی خیلی کم هستند. رفیقایی که مثال از برای خدا با ما و شما رفیق باشند خیلی کم هستند. این از حدیث عمران ابن حطان که موضوع ما البته در این باب نبود. من فقط برای آن به سمع شما میرسانم که شما هوشیار باشین برای انتخاب دوست خود، برای کیها هم نشین باشین. شما از این حدیث ها و از این نصیحت ها باید که الکی عبرت گیرین. خدا رحمت کنه مولای جنون میگوید بیا ای دل، بیا شما این دل های حضرت مولوی، بیا ای دل چو کلب کهف با مرد خدا بنشین. بیا ای دل چو کلب کهف با مرد خدا بنشین. گریزان شو ز غافل با گروه پارسا بنشین. ز زهر صحبت ناجنس کنعان غرق طوفان شد، برا از غافلان نزد حضور اولیا بنشین. چرا رنجوری این درد غفلت را نمیدانی؟ ای انسانی که میگه نمیدانی که چرا تو در غفلت افتادی؟ چرا رنجوری این درد غفلت را نمیدانی؟ طبیبی حاذق را یافتن نزد دوا بنشین. الحال من میخواهم صحبت امروزمان که سوال و جواب است، سوالهای خیلی زیاد داریم، اینها را به سمع شما میرسانم و انشاءالله جمعه آینده در باب توبه که یک گروه برادرهای ما از راه دور از ما خواهش کردند که در باب توبه و در باب عرق نوشی برای ما بسیار بسیار صحبت شما لازم است. انشاءالله من این وظیفه را به دوش خود گرفتم و از جمعه آینده خدا خواسته باشد باب توبه را برای شما حکایه میکنم. السلام علیکم ناملای عزیز، در دین اسلام قسمی با طلاق جایز است یا نه؟ البته فقط در اسلام به نام پروردگار قسم خوردن جایز است و خلاص. با طلاق قسم خوردن در اسلام درست نیست. بعضی انسان‌های هستند که میگویند که اگر من فلان کار انجام ندهم یا اگر همین پولی که برای من میدهی در فلان مهلت نیارم زنی من طلاق گفته همچنان قسم میخورم. این در اسلام نادرست است. ولی اگر همین شرطی که شما میمانین اگر ادا کی نکردین زنهای شما بعدا طلاق میشود. از این خاطر از این قسم ها باید که اولا شما پرهیز کنید. این قسم در اسلام جایز نیست. پیغمبر خدا میگوید که من حلف بغیر الله فقط اشرک. این حدیثی هم ترمذی است، هم حاکم است، هم ابو داود است. کسی میگوید بغیر نام پروردگار اگر قسم خورد وای شرک در راه الله آورده است. به حضرت امیر جان قسم خوردن در آدم مشرک می شود. به حضرت امام عسکری جان قسم خوردن در آدم شرک در الله آورده است. به حضرت سلطان قسم خوردن در آدم شرک در الله آورده است. به نان قسم خوردن در شما شرک در الله آوردین. اگر با شیر شما قسم بخورین شما در راه الله شرک.
در عمل شرک دست زدین. بدونین که خداوند همه گناه را میبخشد، که شرک در الله را نمیبخشد. شما با این قسم ها قسم نخورین. حبیب خدا میگوید که من کان حالفا فلیحلف بالله او لیصمت. اگر کدام شما میخواهین که قسم خورین، فقط قسم بر خدا بخورین، قسم به الله گویین والله من این کار نکردم، انا از عمد بهترین قسم انا همین است، والله که من این کار نکردم. این قسمی هست که این باز به خودش کفارت دارد. اگر نتوانی 3 روز باید روزه گیری، بعد این گناه را پروردگار از تو میبخشد. لیکن با این چیزهایی که من نام گرفتم اگر شما قسم خوردید، قسم تا یکمش واقع نمی شود، دومش که این قسم نیست و سومش که شما شرکی در خدا آوردید، شما الک گناهگار شدید. هیچ وقت با این اشیاء قسم نخورید. یعنی وقتی شما با مزار قسم میخورید یا به نان قسم میخورید، اینجا بزرگی پروردگار شما برطرف کردگین. یعنی شما از خدا دیده از همین مزار و از همین نان و از شیر و از دیگر چیزها میترسیده اید. برای همین همه وقت حق قسم با خداست. السلام علیکم دامنای محترم. میگویند که مرده را جانش میبراید و در وقت جان دادن با همان خانه یک تا خون میخیزد و آن چیزهایی که در آن خانه هست مکروه میشوند، دیگر خوردن آنها ممکن نیست. آیا این درست است؟ البته در خانه ای که اگر مصیبت می آید، حدیث های پیغمبر هم هست که تا 3 روز در اون خانه، یعنی از جانب خانه‌دار باید که پخت و پز نشود. و حبیب خدا را حدیثش که اصنعوا لآل جعفر طعاما، این ان همین دلیلی برای همه ما و شما، ان همین دلیل است که وقتی که جعفر برادر حضرت علی از دنیا گذشتن، رسول اکرم تمام صحابه ها را امر کرد که به خانه جعفر طعام برین، زیرا که امروز در خاندان جعفر مصیبت آمده است، اونها مشغول مصیبت هستند. برای همین ما و شما باید که در خاندانی که مرده می شود، مصیبت می شود، باید تا 3 روز از جانب اون خاندان چیزی تناول نکنیم، بلکه از خانه سنت است اینکه ما و شما خوراک و نان به او خانه را روان کنیم و اون مهمان هایی که در اون خانه برای این مصیبت آمدن، اونها می توانند که از این طعام های ما و شما استفاده برند همراه خانه دار. السلام علیکم اکای داملا حاجی. و اون مهمان هایی که در اون خانه برای این مصیبت آمدن، اونها می توانند که از این طعام های ما و شما استفاده برند همراه خانه دار. السلام علیکم اکای داملا حاجی میرزا. من دختری خوب دارم که سینش به 19 رسیده است. او را به خویش و تبار و یار و رفیقم اعلان کنم این گناه است؟ یعنی این برادر میگن من دختری دارم، 19 ساله دختر است. اگر این ما در بین خویش و تبار یار و رفیقم اعلان کنم که همین خیل دختر دارم، اگر یگان نفری زنگیر باشد مرحمت این دختری من تیار، آیا این گناه است؟ نه، بلکه این سنت است. این سنت است که ما و شما خواهرهامان در بین یار و رفیقهایی که داریم، خویش تبارهایی که داریم اعلان کنیم که من دختری دارم که فلان 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 خصلت ها دارد. لکن راست گفتن در کار چی خصلتی دارد، چی رفتاری که دارد، چی برای یار و رفیق، چی برای نفرهایی که خواستگاری می آیند، برای آنها باید قائل شدن در کار. همه درد او را، همه کمبودی های او را باید که ما در خواستگارها و در یار رفیقامون خبر دهیم که دختری من این گونه کمبودی دارد و این گونه بهبودی ها دارد که کیبانوی خوب است، دختری با سطر با حیا هست، دختری مثال گبگردان نیست، دختری بیهوده‌گرد نیست و دیگر گفته خصلت‌های او را در پیش همون
خواستگارها و یا رفیقان خود اعلام کنیم، این حالت در ما و شما ثواب میگیریم، این گناه نیست. لیکن افسوس که امروز وقتی یک برادر ما و شما دختری خود اعلان میکند، چی گمانهای بدی در دل ما و شما میگذرد که خداوند در قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم. خدا میگه ای کسانی که ایمان آورده به قدرت پروردگار خود تسلیم شده، شما از گمان پرهیز کنید که اکثر گمان همش گناه هستند. شما گمانی بد نکنید. وقتی وی اعلان کرد در دل شما هر گونه خبرهای نادرست و سخنهای ناخوب نگذرد که این اگر دخترش به عیب میشد هیچ وقت اعلان نمیکرد، یگان عیبی دارد. این بسیار یک بدگمانی است که در این بدگمانی ما و شما الکی گناهگار میشیم. پیغمبر خدا میگه ایاکم و ظن، بر شما باید که گمانی بد نکنید، زیرا این که دروغترین سخن این گمان است. گمان این دروغترین سخن است، زیرا که فقط گمان است، تو چیز حقیقت نمیدانی، فقط گمان در وجود تو گذشته ایستاده است. برای همین بهتر و خوبتر می شود که مثال ما و شما خواهرها داشته باشیم. حتی صحابه های پیغمبر مادرهای به شوهرشون اعلان میکردن که فلان موی سفید هست، در پیش موی سفید میگو من مادر دارم، مثال مرحمت اگر زنگیر باشی مادر من برای تو تیار است. امروز موی سفیدای ما و شما بیچاره میگذرن، زن نمیابند دیگر. باید که البته ما و شما این در شریعت ما و شما جایز و درست است، ثواب میگیریم. این ثواب است که مثال چی مادرت باشد، چی اپت باشد، چی خواهرت باشد، باید که در بین یا رفیقت اعلان کنی که من همین خیل خواهر یا همین خیل اپا یا همین خیل مادری دارم که میخواهد که شوهر کنند مثال با فلان خیل مرد. این ثواب است. السلام علیکم. ای اکای حاجی مرزا، من یک سؤال دارم. بعد از خانه‌داری کردن با زن خود، اگر زن کودک میده داشته باشد و غسل نکرده در یگان وقت سراستیمگی بر وی سینه دهد، یگان ضرری دارد یا ندارد؟ با احترام مخلصی شما. یعنی مثال جوانهای هستند که مثال صاحب کودک میده هستند و مثال بعد خانه‌داری کردن همون کودک میده مثال گریان می شود، در همینجا مادر در حالت غسل جنابت است، ولی در حالت جنابت است. آیا وی می تواند که یعنی این کودک خرد خدا از پستان خود شیر دهد؟ اگرچه عزیزان ما و شما میگویم بعضی هاش که یعنی باک ندارد، زلل ندارد. اگر مثال مادر در حالت جنابت هم که فرزند خودش که شیر داد باک ندارد، از او که وی رفته و تا غسل میکند شاید وقتهای زیاد گذرد و این کودک در داخل گهواره عذاب میکشد گفته، از این خاطر دوستان خدا گفتن که باک ندارد. لیکن بعضی از انسان ما و شما گفتن خوب میشود که همون مادر یعنی پیستان خودش شوید و بعد مثال در دهان فرزند خود گذارد، همینش هم کفایت میکند گفتن. همینش هم عزیزان ما و شما گفتند. عبدالله انصاری را وقتی در مادرش خبر دادن که فرزند تو چی یک عالم کلانی شده است، چی یک واعظ خوب شده است، خیلی مردم وی اطاعت میکنند، مردم از سخنهای او استفاده میبرند، مادر عبدالله چی گفت؟ گفت از این ده من زیادتر میخواهم از عبدالله، زیرا هر باری که وی گریه میکرد در گهواره من طهارت میکردم و با پای طهارت او را شیر میدادم. این گونه مادرها هم وجود داشتند. اگر مادری که این گونه توفیق داشته باشد برای بهبود شدن فرزند خودش از لقمه های حلال استفاده برد همراه پدرش و بعدا فرزند خود با پای طهارت اگر شیر دهد، این نور بالای نور می شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در بیان فضیلت حق پدر و مادر به فرزند سخن میگفتید. ما در این باره‌ها خیلی صحبت‌های زیاد کردگیم درباره احترام پدر و مادر. فقط از همه شما باز کسانی که صاحب پدر و صاحب مادر هستند، برای همه شما میگویم که پیغمبر خدا میگوید بر الوالدین افضل من الصلاة والصوم والحج والجهاد فی سبیل الله. خدمت در پدر و مادر کردن از جهت ثواب بهتر است از ثواب نماز، بهتر است از ثواب حج، بهتر است از ثواب روزه، بهتر است از جهادی که در راه خدا میکنی. خدمت پدر و مادر از همه این در گفتن پیغمبر خدا در ثواب بالاتر است. از این خاطر شما اگر خواهید که این قدر ثواب کلانه از دست ندهین، پدر و مادرتان در خدمت کنین، دعای پدر و مادرتان گیرین، ان شاء الله بعدا فرزندهای شما با در شما خدمتگار می شود. رسول اکرم میگوید بروا آباءکم تبرکم ابناءکم. اگر شما خواهید که از فرزندهاتان نیکی بینید، اول پدر و مادرتان خودتان احترام کنید. پدر و مادرهاتان احترام کنید، دعای نیکی اونها را گیرین، فرزندهای شما در شما خدمتگار می شوند. و الا پدر و مادر شما آزار دادین، اونها را غم و دقت دادین، اونها از شما از دنیا ناراضی گذشتن، الکه از فرزندهاتان انتظار شوید که این گونه معامله را فرزندها با شما میکنند. در این بابت ها ما بسیار گفتگی ها هستیم. اگر برای کسی لازم باشد، کسی تهاش وجود دارد، گوش کنین. انشاءالله 3-4 جمعه قریب در باب پدر و مادر ما صحبت ها داشتیم. دوم سوال، انگور چخیل به دنیا آمد؟ نوشتن از کی برآمد؟ خداوند میگوید اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. آمدن انگور ای کجا پیدا شد، نوشتن از کی ماند، اینا برای ما و شما دانستنش نه فرض، نه واجب، نه سنت، اینا هیچ حاجت هم نیست. همون تیارش خدا داده است، بخور شکرانه کن. دیگری را از کجا آمد، کی شناندش، مثال پیرش کیه است. ولی بعضی آدم ها همی پیری آشپزا کیه، آش مرحمت خوردن بگیر یا پیری را چکارش میکنی گفته. آش پیر دارد آخه، همش نعمت پروردگار. در سوره یاسین این آیتی که خواندم میگوید که هر وقتای پروردگار چیزی را که خواهد که پیدا کند و یقول کن فیکون، میگوید شو میشود. این قدرت پروردگار است. هر چیزی را که خواهد که پیدا کند، انگور میخواد پیدا کند میگوید بشو، انگور پیدا میشود. سیب میخواد بشو، میگوید پیدا میشود. هر چیزی را که پروردگار خواهد همچنان پیداش میکند. السلام علیکم داملای شیرین سخن، یک سوال دارم درباره توبه. دوباره قبول میشود یعنی؟ انشاءالله جمعه آینده میگیم که توبه ای که دوم بار انسان یک بار میشکند، دوم بار توبه میکند، آیا قبول میشود یا نه؟ انشاءالله جمعه آینده خدا خواسته باشد من مفصلتر در بین شما این مسئله ها را آشکار میکنم. السلام علیکم بابای حاجی میرزا، از شما خواهش دارم که با سوال ما درباره کتاب قرآن کریم با گپ تاجیکی برآمدن مصلحت میدادید برای خواندنش. ما با زبان عربی خواندن نمیتوانیم. آیا این کتاب را خوانیم یگان ثوابیت دارد؟ پیشکی منت داریم. البته ثواب دارد، این بی ثواب نیست. خوانید. همون قرآن هایی که با لفظ های تاجیکی هم که برآمده است اونها هم البته ثواب دارد. از اوی که شما بیهوده وقتان سپری میکنین، همون قرآن های تاجیکی که برآمده است اونها را خوانین، یگان زلال زیانی ندارد. درود و رحمت بر شما باد ای بهترین خیرخواه این شهر و بهترین دعوتگر. این جای پوشیدن نیست که از دعوت شما چی بهبودی های زیادی در عبادت مردم و آبادی های شهر پیدا شد. داملای عزیز، شما گفتید که همه برای یک کس برای همه. این سخن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است. پس چرا امروز پیروان این پیغمبر در این شعار اسلام عمل نمی کنند؟ آیا گناهگار نمی شوند؟ حتی بعض بنام ایشانها، منصبدارها، بایها، وکیلها
که باز دعوای امتی دارن، داملا این حقیقت دارد. باید فکر دیگرها رو مثل در خودت داشته باشی. داملا هزار بخشش از شما، خدا در حفظ و امان شما باشد. مثل نفس برای ما مردم لازم هستی. و چی گفتنی داری با این سوال؟ یعنی این برادر من سوال وقتی در خانه خواندم، در اصل چگونه که خود میگوید حقیقت دارد. همه برای یک کس برای همه این شعار محمد صلی الله علیه و سلم است. این شعار اسلام است. لیکن چرا امروز پیروان محمد با این حدیث پیغمبر خدا عمل نمی کنند؟ اینش از همون انسانهای پرسیدن در کار که چرا اونها عمل نمی کنند. اگر این برادر بعضی بنام ایشانها گفتند، منصبدارها و بایها و وکیلها گفتند، اگر ملاها را هم که وابسته میکرد من ملال نمی شدم. زیر هست نفرهایی که فقط برای شخصیت خود، برای فایده خود میکنن، لکن غم مردم و غم مثال شهر خودش هیچ گاه نمیخرد. هست نفرها وجود دارد. خداوند در قرآن میگوید واغفض جناحک للمؤمنین. توصیه پروردگار را بینین برای برادرهای مؤمنت. واغفض جناحک، تعظیم کن. برادر مؤمن تا میبینی چهرت کشاده کن و یا احترام کن، با او صحبت خوب کن. زیرا باز پروردگار در دیگر آیه قرآن برای همه ما و شما مؤمنها گوشزد میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون. این کسانی که دعوا میکنید که ما بنده خدا هستیم، ما پیرو قرآن هستیم، مادام این دعوای تو حقیقت داشته باشد باید با یکدیگر شما برادر باشین. فاصلحوا بین اخویکم، دائم کار کن که در بین برادرهای تو صلح و صلاح پایدار باشد. دائم باید تو نیکخواه برادر مؤمنت باشی. اتقوا الله، خدا گفت از خدا بترسید. این کسانی که به نام مؤمن هستید از خدا بترسید، شاید که پروردگار به شما رحم کند. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه. پیغمبر خدا میگوید انا همین مؤمنهایی که فقط برای نفس خودشان مهنت میکنند، فقط برای فایده خودشان دوادو دارند، غم مردم و غم یک برادر همسایه شده میخورد. پیغمبر خدا میگه لا یؤمنو، تو ایمان نداری، تو ایمان نداری. ای انسانی که بی پروا هستی، ای انسانی که فقط فایده خود تصور میکنی، از پی فایده خودت هستی. لا یؤمنو احدکم، اگر کدام شما میگه از این گروه باشید ایمان ندارید. یکی شما تا وقتی که از برای برادرت آن چیزی را که دوست میداری برای نفس خودت، برای نفس خودت چیزی را که دوست میداری برای برادر مؤمنت که دوست نداری، تو ایمانت میگه ایمان نداری. لا یؤمن احدکم، ایمان تو کامل نیست. این است توصیه پروردگار، این است توصیه پیغمبر خدا برای پیروانش. البته باید ما و شما تسلیم این شعار باشیم، همه برای یک کس، یک کس برای همه. این شعار اسلامی است. لیکن صد افسوس که چگونه این برادر گفتن البته عملی نمی شود. اگر ما و شما با قصه های بعضی عزیزانمان اگر نظر کنیم، بین مسلمان های پیشینه ابو جهم میگوید جنگ یرموک وقتی شروع شد و وقتی که انجام یافت، من یک مشک آب را گرفتم و برای پسر عمکم به میدان جنگ رفتم. گفتم اگر هر کجای که یابم شاید که تشنه باشد از این آب سیرابش کنم.
وقتی میگوید رفتم، ابو جهم میگوید وقتی رفتم نگاه کردم که بچه عمکم تیر خورده است. در این جنگ در مقابله مردم یهود تیر خورده است، در یک پهلوی نالیش دارد. نزدش آمدم، خواستم که آب دهم که از پهلوی همین بچه عمکم یک نالیش دیگر بلند شد که آب. میگوید این بچه عمکم اگرچه آب میخواست اشاره کرد که با پهلوی من ده. میگوید مشک آب آوردم نزد این پهلو بودگی بچه عمکم، قریب با دادن آب بودم که از پهلوی او یک نفر دیگر نالیش برآورد که آب. اونم میگوید زخمی بود. میگوید پیش این پهلو بودگی هم اشاره کرد که با وی ده. گفت آب بردم، میگوید آب در اون نوشانیدم. پس گشتم آمدم که جان بچه عمکم الک بر آمده است. پهلوش نگاه میکنم وی هم جانش بر آمده است. در حالت خیلی دشوار، در حالت خیلی تشنگی، حضرت اشاره کردن به پهلوی من ده. گفت وی محتاج تر است. این است غمخواری برادر مسلمان. اینجا اسلام عیب ندارد، اینجا شعار پیغمبر خدا عیب ندارد. عیب در انمو انسانهایی هست که فقط غم خدا میخورند، غم برادر مؤمنش نمیخورند. معروف کرخی که خیلی معروف است، خیلی مشهور است. یک عزیز خدا میگوید بار آمدم زمستان بود، کرته خدا بدر کرده است. میگوید در دستشو در سرمای خنکی میگوید میلرزید. حضرت کرخی را میلرزید. نزدی آمدم گفتم ای کرخی، و هوا سرد است، در دستت لباس داری، نمی پوشی تا که از سرما خودت را محافظت کنی؟ گفت ای دوستی خدا، گفت در خانه نشسته بودم، این لباس در بدنم بود، یاد فقیرها مرا بیرون برآورد. و یادم آمد کسانی که لباس ندارند. من هم گفت شخصی هستم که دستی ندارم که به آنها خیر احسان کنم، فقط همدردی خود من با این میبرارم که مثل آنها بدن من لوچ کنم و مثل آنها در خنکی لرزیده ایستم، تا که همدردی من همینجا اظهار شود که من مؤمن هستم و مؤمن برادر مؤمن است. در کدام عذابی که وی قرار دارد من هم باید در همون عذاب قرار داشته باشم. این است اسلام ما و شما را، این است عزیزان ما و شما را کردارهاشان. یکی افسوس که امروز آن طایفه هایی که نام گرفتند با این عملی خیلی زیش دست میزنند. دوره های پیغمبر خدا را روایت میکنند در کتاب که باره میگوید یک لشکر گوشت آمد نزد حبیب خدا، بین چی غمخواری هایی داشتن برادر با برادر. یک لشکر گوشت آمد پیغمبر خدا لکه بعد شام بود، گفت اینا در فقرا تقسیم کنید. صاحبی گوشت گفت، پیغمبر خدا از همون مجلس پرسید کدام شما احتیاجی به گوشت دارید؟ گفتم پیغمبر خدا ما احتیاجی به گوشت نداریم، الحال ما شام خوراک کردیم، شام خوردیم. اونا فکر پگار نداشتن. و میگوید ابو هریره را از جای خود خیزان پیغمبر گفت اینا برده در خانه فلان کمپیری که فرزندهای یتیم دارد به او برده ده. ابو هریره میگوید آمدم دروازه این کمپیر تق تق کردم، از داخل صدا داد کی هستی؟ گفتم ابو هریره هستم و حبیب خدا این گوشت برای من داد که به خانه تو برسانم. این مادر میگوید از داخل خانه گفت که من همراه فرزندهام طعام شام خوردیم، دیگر حاجت نداریم. ابو هریره میگوید گفتم آخی فردا باز لازم می شود. گفت جانم فدای محمد صلی الله علیه و سلم، رفته از حبیب خدا بپرس اگر تا فردا من زنده مانم این گوشت قبول میکنم
و الا اگر زنده نمانم پس کرد گفت که من محتاج نیستم، پهلوی من گفت محتاجتر است، این گوشت در همسایه من بده. امروز کجاست همون همسایه های غمخوار؟ یک پاموشی که یک دولت های بگیم نامسلمان می آمد، حتی همون سردارها خچون بیچارها سیر نمی کردن، خچون سیر نمی کردن. بازارها از حق مردم پر شد برای فروختن. هر روز وکیل علیشکنی بود، هر روز جای پوشیدن نیست. چی رفتارهای نادرستی در بین ما مسلمان ها. الحمدلله ما مسلمان ما که دین ما فقط برای متحد شدن، برای اتفاقی دعوت میکند، نه برای پراکندگی. السلام علیکم داملای عزیز، ما از شما بسیار منتدار هستیم. کاش که مثل شما بر این فرزندها را خدا زیاد میکرد که برای آبادانی و برای بهبود کردن اخلاق مردم این شهری کولاب سهم شما زیاد است. چون این صحبت‌های را شنیدیم که هیچ گونه شنیده بودیم. شما حس میکنید یا نه تأثیر سخنهای شما نفرهای زیاد را از راههای بد گردانید. من مثل فرزندهایم در حق تو دعا میکنم. یک سوال دارم، در بعضی خانه ها نان میکنن، نه دستمال پاکیزه وجود دارد، نه پیاله تازه، نه طبق تازه. داملا شما در این موضوع ها بسیار گفتید و دائم گویید تا که بهبودی پیدا شود. ما در این مسئله در اصل بسیار گفتگی هستیم که دائم باید که حدیث مسلم است که ان الله جمیل یحب الجمال، خداوند خود زیبا از زیباها را دوست می‌دارد. جوانای عزیز باید شما زیبا باشید، پدرای عزیز باید بدنهای شما بیبوی باشد. باید ما و شما چنان آلفته باشیم، چنان تازه باشیم که حتی اگر مردم بیگانه در پهلوی ما و شما نشیند، از حسن ما، از بوی ما، از رفتار ما باید که اونا حلاوت برند. خاندانها ما باید تازه باشد. حبیب خدا در این بابتها بسیار گفتگی است. حتی رسول اکرم میگوید من سعادت ابن آدم المسکن صالح، از راحت دنیایی فرزند مسلمان سه چیز از گفتن. یک تای همون چی است؟ خانه‌ای که آلفته باشد، خانه‌ای که تازه باشد. در خانه هاتون در آمدین خیلی اهمیت دین. خانه ها دائم باید رفته باشند. باید حتی همون کرپچه ها و بالیشت هایی که ما و شما داریم همه اونها تازه باشند. دسترخوان ها ما باید تازه باشند. در بعضی خانه در اصل میدرایی همون دستمالی که هست وقتی دست میشکی باور کن در دست یک بوی پیدا میشود. حتی همون دستمال ها بوی میکنن. رسول اکرم گفتن شما خانه هاتون پاکیزه کنین، با مردم نصرانی و یهودی تشبیه ندهین. امروز بین یهودی ها و نصرانی ها در نظافت و پاکیزگی ما و شما را گذاشته رفتن، حالا که تازگی از اسلام ما و شماست. شما از بدنهای خودتان سر کنین، تازگی را از بدنهاتون سر کنین. از مویهای سرتان چقدر آلفته تازه کنین. تمام آن نمودهای داروهایی که هست آنها را در مویهاتان مالین، در چهره هاتان مالین، برای بهبود شدن موی سرتان، برای تازه شدن رخساره هاتان. دندان هاتان از سحر و بیگه شوید. همه این دستور قرآنی و این حدیث های پیغمبری خداست. لباس هاتان نظر کنین، حتی همون گردن هاشون نگاه کنین، چرک باشد نپوشید. در اون نماز خواندن حتی کراهیت دارد. در خانه شرط نیست که در نان شما نظارت کنین، در خدایاتون نظارت کنین. حتی در وقتی در همون خانه چای نوشیدن نشستن در پیاله و در چاینکاتون نظر کنین. چقدر باید تازه باشین، پاکیزه باشین. اسلام از ما و شما همین درخواست دارد. اون اسراف هایی که شما میکنید، اون اسراف ها را یک جا گذارید، در جای او شما خرید خوشبویا خرید، در بدن هاتون خوشبویا را استفاده برید. در اصل دستمال هایی که باور کنید در همین خدایا هست،
آخه آفرین به همون خیلی طبیعت اگر خیره نباشد دست در او دستمال شکیده نمیتونه. یک دستمال برای 100 200 300 400 نفر یک دستمال در همون جایی که آب میگیرن ایستادگی است. لبی دسترخوان تو ماندم یک دسترخوان یک دستمال وجود دارد. آخه شرایط نمیرسه ترا کی مجبور میکن نام کن؟ کی شرایط ترا کی مجبور کرده است؟ آخه امر قطعی فرزندات بخو خدا از تو راضی است. آخه شرط است که تو تمام مردم نشان داده بود یک صدقه که مجبور در گردن خودت بارش میکنی و بعد شرایطات نمیرسد بازم که در حق تو دعا کنه ملامتت میکنن. السلام علیکم محترم حاجی میرزا، خواهش میکنم با سوال من تعجیلا جواب گویید. یک گوسفند عادت دارد که خر را از خردسالی میمکد، حکم گوشت وی چیز حلال است. دوم، اگر شخص بیریش پیش درآید در حالتی که کسی از وی عالمتر نباشد رواست، یا شخص ریشداری که عوام است پیش درآید در حالی که عالم بیریش حضور دارد، میپرسم از شما صحیح تر فهمانید. البته اگر شخصی که مثال در یک معرکه اشتراک دارند دو تا عالم است، یک تاش ریش دارد یک تاش بیریش است، ریشدار پیش می درآید بیریش از پس می خواند. فقیهای ما و شما میگویند عالم بیریش نماز خواندنش مکروه است. کسی که بیریش است باید پیش در آمدنش مکروه میگویند. لیکن اگر عالم است و ریش ندارد لیکن یک عوام یک آدم جاهل هست و ریش دارد، اینجا کی پیش می‌دارد؟ عالم پیش می‌دارد. در اینجا عالم پیش می‌دارد، اگر چنده که یعنی عوام ریشدار هم که وجود داشته باشد، زیرا عالم از پس جاهل باز نمازش درست نمی‌شود. لیکن حرکت کنن که مثال باید پیشواهای ما و شما ریش داشته باشند. ریش این یکی از سنت‌های پیغمبر خداست. پیغمبر خدا میگوید برودها را کلته کنید و ریشها را دراز کنید. افسوس که امروز بیچاره موسفیدای ما و شما را میبینی نمیدانم یا چی نیت دارن، میخوان به هم بیری شکل روان ترک سنت کنن یا چی نیت دارن نمیفهمیم. امروز موسفیدای ما و شما جای ملامتش نیست، نه ریش دارن نه سله دارن، حالان که سله هم سنت پیغمبر است. ابو سعید خدری میگوید رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم علی المنبر، من دیدم پیغمبر خدا بالای منبر بود و علیه امامه سودا، بالای سرش سلده سیاه داشت. این حدیث ابو سعید خدری است. این سنت پیغمبر است. گذارن آخه موسفه در ریش میزیبد سله میزیبد، ترک سنت میشود، گناهگار میشوی. سیوم سوال کن راجع به شنیدن غزل‌های نمکین شادروان آدینه حاشیمو، نظر شما را فهمیدنیم. آیا شنیدن این سروده‌های پرتأثیر و پرمضمون رواست یا نه؟ زیرا من مخلص این حافظم، جایز است. البته اگر غزل‌هایی که از شادروان است یا از دیگر نفر است، اگر ما و شما وقتی میشنویم از اونها حلاوت میبریم، یعنی یک جهت تربیایی دارن، اینها با که ندارد شنیدن اینها یگان زلالی ندارد. غزلها را گوش کردن یعنی مصرعهای شعری باشد که ما و شما از شنیدن اونها تا چند مثال گریان میشویم یا ایمان ما کامل میشود، اینا در اسلام ضرری ندارند. مگر اسلام من میکند همان سرودهای را شنیدن شکی و اینها هیچ معنی ندارند. اونا برعکس در وجود تو ضرر میارن، عصب تو را خراب میکنن، اونها را اسلام من میکنن. یکی شنیدن غزل، شنیدن مصرعهای شعری که مثال همه پر از اخلاق، پر از مثال دعوت است، اینها با که ندارن، جایز است، درست است. من برای چی اینقدر پنجشنبگی ها را و دیگر خیر احسان های زیادتی که به گوش شما رسانیدم، من به خاطر چی رسانیدم؟
اگرچنده که قوت یک نفر از من نمی رسد که مثال پیشگیری این معرکه ها را کنم، اگرچه مرا بعضی ملاهامان حتی ملامت میکنن که تو به این کارها نرس، لیکن مقصد من این است که شما فهمین برادرای عزیز و برادران مهربان، این میکروفون دائم در دست من نیست. یک روز نه یک روز این میکروفون از دست ما هم میگیرن، زیرا خیلی حسودا و خیلی بخیل ها و خیلی آدمای کوتاه نظر زیاد است. لیکن من به سمع شما میرسانم که پنجشنبگی گفتگی در کتاب ها وجود ندارد. اسلام ملامت نکنین که تا که در فکر شما نگذارد که همین معرکه ها را اسلام در گردن شما بار کرده باشد. این معرکه ها در گردن ما و شما اسلام بار نکرده است، مگر اینها را ان همین گونه زنهایی که خوابهای دروغ میبینند ان همینها بار کردگی هستند. اسلام ما و شما چی در قرآن چی در احادیث های پیغمبری خدا آمدگی است. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. خدایی که شما را آفرید، خدایی که به شما حیات داد، خدایی که به شما تمام نعمت دادگی هست، فقط از شما آسانی میخواهد. ولا یرید بكم العسر. پروردگار میگوید با این قدر بزرگیم، با این قدر عظمتم، من از شما مشکلات طلب ندارم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هیچ بنده ما پروردگار میگوید از قوتش زیاد دیده تکلیف نمیکنم. انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. حدیث پیغمبر است، من در بین شما بهر چی آمدم؟ تا که در بین شما آسانی را جاری کنم. من از مشکلات با آوردن بالای شما به این مقصد نآمدم. یعنی اسلام همه وقت آسانی را از ما و شما میخواهد. دارد ندارد باید که ما و شما با سرداری همان ملاهای محله مان و کسی نباشد در گردن اون کس بار میکنیم و رفته 5 کس و 10 کس نانی همراه خوردن میگیریم. وای دارد ندارد برای ما فرقی ندارد. الحال در همین محله ما یک جنازه میارن، انشاءالله بعد جمعه جنازش میکنیم. بابای فیض‌الله را خدا رحمتش کند، همینجا 1 سال ناگذاشته جنازش کردیم. الکی زنش از دنیا گذشتند. در 1 سال اولی پنجشنبگیش بود ناشیده باز اینش آمد. چیکار کنن این بیچاره ها؟ قرض کنن همین شکم ما و شما را سیر کنن؟ کدام وقت همین رحم و انصاف و همین ایمانداری در ما و شما بیدار میشد؟ کدام وقت؟ اگر انما المؤمنون اخوتون باشد، خداوند در قرآن میگه همه شما برادر یکدیگر هستین. برادر باید غمخوار یکدیگر باشد، گوشت یک برادر را نخورد. آخه مشکلات بالا یک برادر همسایش نیارد. ما برادر انمی مناش نیست، بیچاره ها ندارن، شرایط ندارن. این حالت باید که تمام همون کسانی که گپ گذر هستند، سخنهاشون در آن محله هاشون میگذرند، اونها باید قرار ننشینند، باید کاری کنند که همون خاندان هم من کنند، گویان از این خیر احسانی که تو کرده ایستاده‌ای با یک طریق خیلی دشواری که نداری، در این تو گناهگار میشوی، تو ثواب نمیگیری. اما و شما که الحمدلله با قرآن ایمان آوردیم، با حدیث های پیغمبر ایمان آوردیم. پیغمبر ما و شما چی میگوید؟ ابدا بنفسک فتصدق علی. ای انسانی که تو امروز صاحب دولت شدی، کدام به همه شما مراجعت است از پیغمبر. وقتی پولدار شدی میگوید نفسی خود تسیر کن، لباس بخر به بدنت، شکم تسیر کن، فان فضول شیء فلاهلک. وقتی که بدنت سیر شد، شکمت سیر شد، باز اگر پول در دستی تو که باقی ماند، زن و فرزند تسیر کن. پیغمبر خدا امر دارد. سیر کرد، لباس ها خریدم، شکم سیر کردم، شکمی زنم سیر شد، بدنش پوشیده شد، فرزندام تامین شد. باز اگر در پول در دست من که ماند، باز پیغمبر خدا چی میگوید؟ میگوید باز بعد این به خویش و تبار یاردم کن. خویش و تبارم که تمام شد، این حالت و ها کذا گفتم پیغمبر، انا مرحمت بد خیر در بیرون کردن بگیر.
امروز ای بیچاره ندارد شرایطی که همون شکمی خودش سیر کند. از کجا شکم ما و شما را سیر کرده میتونه؟ هر کدامت همین خلاصه از دسترخوان خانت ببرار. این گونه امرها در اسلام آمدگی نیست. ملامت نکنید. خوش به حال همون خواهری که اگر یک بدعت من کرده باشد، خوش به حالش. السلام علیکم داملای عزیز. ما یک گروه مخلصان شما از دهه بولیان پایان ناحیه دنقره از شما خواهش داریم با سوالهای ما پرره جواب دهید. بسیار ضرور است. سوال یکم، شخصی به مبلغ $1000 قرض بگیرد و از بین یک سال گذرد، زکات پول را شخص قرض گرفته میدهد یا شخص قرض ده؟ از بولیان پایان ناحیه دنقره خداوند در هر قدمشون حسنات بنویسد که امروز ما با اونها با زیارت داشتیم که از اونجا خیسته به این نمازهای جمعه ما با عدد خیلی زیاد می آیند. اگر یک مرد از من قرض می گیرد $1000 من اون را قرض می دهم، یک سال از بین گذشت، از بین گذشتن در دوام 1000 سال $1000 که در دست من بود من با او قرض دادم، الکی زکات واجب می شود. همون زکات باید که البته آدم پولدار پول دادگی می دهد، آدم قرض گرفتگی نی. اگر من به او $1000 نه $10,000 هم که می دادم، وای صاحب نصاب نیست، وای صاحب ملک نیست. اون $10,000 مالی من است، مالی وای نیست، او مال قرض است. او چگونه باز مثال زکات می دهد؟ زکات به آدم بای، به آدمی که قرضدار نباشد به او واجب است. به آدم قرضدار چگونه وای زکات می دهد خودش وقتی که قرضدار باشد؟ اگرچند من در دست مردم $10,000 هم که داشته باشم، انا همون پولهایی که در قرض در دست مردم است از وای باید که زکات دهم. این معنای را ندارد که پولی من در دست مردم قرض است و من از اینها باید زکات ندهم. باید زکات دهی. انشاءالله من یک جمعه در باب زکات، فضیلت زکات، مانع زکات با شما صحبت میکنم. امروز الحمدلله من یعنی باوری دارم که الکی خیلی پیشروی در مالداری در مردم ما پیدا شده است. الکی بچهای به دولت زیاد شدگی هستند، مالدارها پیدا شدن الکی. باید که این نعمت پروردگار است، وقتی که بر تو که دادش باید حق زکات جدا کنی. اونقدر مبلغ کلانی در گردن ما و شما بار نکردن، از $1000 $25 قدر مبلغ کلانی نیست. در یک سال یک بار بده. لیکن اگر ندادی، پیغمبر خدا میگوید لا صلاة لمن لا زکات له. اگر شب و روز تو نماز تهجد خوانی، اگر شب و روز تو روزدار باشی، اگر هیچ جمعه را تو ترک نکنی، لیکن بازم این دولت داری و زکات نمیدهی، این عبادت ها تا پروردگار قبول نمیکند. زیرا در هر یک آیت قرآن اقیم الصلاة و آتوا الزکات آمده است. نماز بخوان و زکات بده. در هر یک ورق قرآن وقتی همین اقیم الصلاة آمد، برپا کن نماز را، از پس حتمی آمدگی است و آتوا الزکات، زکات بده. از زکات قنطره الاسلام، پیغمبر میگه زکات این یک کپروکی هست. از این طرف مردی مسلمان می ایستد، از این طرف اسلامش می ایستد. انا همین زکات خودش پیوست کننده آدم به اسلام است. اگر مادام زکات نمیتی، اسلام بر تو هیچگاه چسبننده نیست. زکات به نهایت مهم و ضرور است. کدام از شما دارین مستحقا هست، دادرها تانتین، فقط پدر و مادر مستحق زکات نیستن. یعنی من اگر مالدار باشم به پدر و مادرم زکات دهم، زکاتم درست نمیشود. یا پدر و مادرم به دولت باشم، فرزنداش شتیحت، این از زکات حساب نمیخورد. لیکن فقط بین خواهرها و بین دادرها و بین اپا و خواهر و بین اکا و خواهر، اینها دادن زکات درست است.
اگر اینها احتیاج داشته باشند نداشته باشند در همسایه‌داری ها ما در مسئله میگوید حتی اگر در محله آدم مستحق کم بغل باشد تو زکات گرفته دیگر محله بری در این حالت در همون زکاتی تو کراهیت است ثواب وجود ندارد. دوم در گذرگاه مردم که از آنها زنها و مردان گذر میکنند نشستن چی حکم دارد؟ در آخر در حق ما مخلصان دعا کنید. یعنی در گذرگاهی که مردم می نشینند قد راهی که مردم گذر است اگر در آنجا یک طایفه مردها یا طایفه زنها نشینند این در اسلام چی حکم دارد؟ پیغمبر خدا میگوید ایاکم والجلوس علی الطرقات فان ابیتم فاعتوا الطریق حقها الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و غض البصر و رد السلام. حبیب خدا گفتند ایاکم والجلوس علی الطرقات، امتان من بر شما باد که در قد راهی که مردم گذر است ننشینید. راهی که مردم گذر است، راهی که مردها و زنها میگذرند اون مکان برای خود جای نشست قرار ندهید. بس اگر گفت پیغمبر خدا دل شما قرار نگرفت و در همون قد راه که نشستی باید که حق راه را شما ادا کنید. حق راه 4 چیز است. کدام شما اگر از عهده این 4 چیز میبراین در قد راه نشینید، لیکن اگر نمیبراین قد راه را ترک کنید که پیغمبر خدا شما را خطاب دارد ننشینید در قد راه. یکم وقتی در قد راه می نشینید امر معروف و نهی منکر کنید. امر معروف فقط و نهی منکر باشد. یکم امر معروف، دوم نهی منکر. سوم و غض البصر، سوم چشمهاتون بسته کنید. چشمهاتون بسته کنید که یعنی مردم غیبت نکنید. مردم هایی که به پیش شما میگذرند به آنها هر گونه از تاریخ آنها ورق نزنید. و رد السلام، 4م حقی که در گردن انسانی که در قد راه می نشیند جواب سلام گفتن است. اونا که سلام دادن تو با علیکم السلام باید بگوی. از دست کدام شما این 4 حق را اگر براید مرحمت قد راه را برای خودتان اختیار کنید. و الا اگر شما در قد راه نشستین و این 4 عمل اگر یکیش ترک کردین، پیغمبر خدا به شما خطاب دارد که قد راه ننشینید که گناهگار میشوید. من باوری کامل دارم که اون کسانی که در قد راه می نشینند یکی از این 4 ادا کردن میتونند. کدام اونها امر معروف میکنند، کدام اونها نهی منکر میکنند. در اونجا نشستن بغیر گپ‌های بیهوده و بغیر دشدام و بغیر غیبت دیگر چیزی وجود ندارد. افسوس که امروز بسیار باور که این بی مدنیتی ما و شماست که در همون قضای راهی که ما و شما میگذاریم در محله داریمان همون زنها، اصلا زنها قد راه بسیار می نشینند. میبینید توده مرد زنها 3 کس 4 کس گفتی همون عادی ما و شما هم چنبر زدگی نشستگی است با پیشش 10 مرد میگذرد. باور کنی حتی نمیبیند که با پیشش کی میگذرد. ذره حیا و شرم در وجودش نیست که یک مرد که گذشت از جاش خیزد، یا همون شوهری که دارد اونقدر دلاوری نمیشود که همون قد راه در کجا میشینی. در خانه در فرزند تربیه کن، آخه یک کاری خانه را انجام بده. قد راه کجا جای نشستی تو است آخر. السلام علیکم داملای شیرین سخن. من یکی از مخلصان اشدی شما می باشم. من یک رفیق دارم که اپای او در حکومت کار میکند و من التماس کرد که این سوال را به شما عرضه کنم. این زن صاحب 3 فرزند می باشد، 1 پسر و 2 دختر. این زن از ایام مکتبی نمازهایش را تا به حاضر می خواند. این زن بسیار زنی خدا ترس و خداجو می باشد. زنی بسیار زیبا می باشد. در حالت مستی شوهرش این زن را 3 طلاق می کند. سحر روز می شود زنش می گوید که تو همین خیل کار کردی. این مرد می گوید که من هیچ چیز را یاد ندارم، تو تهمت می کنی. این زن نمی خواهد که کودکهایش را یتیم کند. یگان علاجش هست یا نه که من دائم در فکر هستم. از این کار 6 ماه گذشته است. التماس این سوال مرا جواب دهید. با احترام، یک زن سیاه بخت. یعنی مسئله طلاق مسئله من نیست.
زیرا که در این باب ما چند بار بعض مسئله ها در فتوا دادیم، بعض شورش ها هم خیست، بعض نافهمی ها هم پیدا شد. لیکن این خواهر عزیز الکی 6 ماه گذشتند که مراجعت نکرده باشد، چگونه زنی خدا ترس است؟ چگونه زنی خدا جو است که 6 ماه از طلاق کردن شوهرش گذشت، بار هم مراجعت نکرده است؟ اگر این زنی خدا ترس میشد، میلش خدا ترس باشد، شاید خدا ترس باشد، شاید اگان چیزی مانع شده باشد، لیکن زنی خدا ترس میشد همون سحر باید که مراجعت میکرد اگر حیات حلال پاکیزش میفارید. یعنی در حالت مستی طلاق کردن نزد مذهب ابو حنیفه طلاق واقع می شود. در حالت غضب نزد مذهب ابو حنیفه طلاق کنه طلاقش واقع می شود. چی در حالت مثال عرق نوشی باشد، چی در حالت بنگ باشد، چی در حالت کدام نمودش که نباشد، در نزد مذهب ابو حنیفه اکراه مجبورن، اگر مجبورت کنن که طلاق کن، طلاق کنی، طلاقت واقع می شود. برای همین برای علاجش فقط میتواند که در مفتیات رفته مراجعت کند، شاید که راه داشته باشد، شاید از دیگر مذهب ها یعنی میگیرن و این زن فتواش میدهند. لیکن این قدر زن خدا ترس باشد، صاحب 3 فرزند، باید که این زن الکی این شوهر مثال این گونه مینوش باید که یک تربیه میکرد. این گونه زن باید که یگان آداب و اخلاق یک عملهاش نیک میکرد. اقلا برای که همین عرقنوش اصلاح شود، یک قرن میکرد خانهشون میرفت، 1 ماه 2 ماه نمیامد، میگفت تو اگر عرق بس نمیکنی. شاید که همین سبب ها قطعی همین انسان از عرق نوشی باز میساد. انشاءالله من شاید یا جمعه آینده یا جمعه آینده دیگرش در باب عرق با شما صحبت دارم که عرق نوشی چی خاصیت ها دارد، عرق فروشی چی خاصیت ها دارد. انشاءالله در این باب با شما صحبت میکنم. زنی کارگر در ساعت 7 سحر باید در کار باشد، در ساعت 5:30 تا 6 بامداد را خانه درست است یا نه؟ برای که در زمستان شبها دراز و روزا کوتاه است. الحال نمی شود. الحال اقلا باید که در 6 و 15 اگر خواند بسیار نیک می شود. در 6 نخواندنش بهتر است. نماز وقت دارد، این به کار مثال هیچ وابستگی ندارد. اگر 1000 کار بالای ما براید، نماز در وقتش که اگر ادا نکنیم نماز نمی شود. من کار دارم، گفتم مثال باید که ساعت 5 سحر از خانه برایم و 5 سحر در بامداد خانم، اون نماز نمی شود. نماز از صبح دمیدن صبح می شود. صبح که دمید الکه نماز بامداد خانه جایز می شود. اقلا 6 و 15 خواند انشاءالله نیک می شود، دیگر هیچ شک شبهه باقی نمی ماند. یا 6 و 10 اقلا خواند. اگرچه الحال در 6 هم صبح می دمد، در همون کلندرهایی که داریم در 6 الکه نشان می دهد که صبح می دمد، لیکن بهترش همون 6 و 10 6 و 15 باز بهتر است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد از سلام داملای محترم، نماز خفتن را همش را یا ویتری واجبش را خواب کنی ساعت 4 یا 5 شب خوانی درست است. درست است. اگر کسی که مثال شب خواب میکنی از قسم ساعتهای 3 شب میخیزی، 4 شب میخیزی، نماز خفتن تا میخوانی همراه مثال ویتر واجب، جایز است، درست است. زیرا وقتی خفتن تا برآمدن تا صبح دمیدن است. تا صبح دمیدن، تا ساعت 6 گویم، تا ساعت 5 نیم گویم، اگر که خواند نماز خفتنش صحیح می شود، نماز ویتر واجبش صحیح می شود. و اگر شما خفتن هم که خوانین، 4 رکعت فرض خفتن خوانین، 2 رکعت سنت هم خوانین، خواب کنین، ویتر واجبش ساعت 4 5 هم که خوانین می شود. این ویتر واجب از نماز خفتن حساب نمی شود. این نماز جداگانه است. اگر با در اون ساعت ها خوانیم با افضلتر و بهتر است. دویم، آدمانی که از عائلهشان یگان نفرشان وفات کند تا 1 سال مگنیتوفون و تلویزیون نمیمانند، این یگان اوبال دارد؟ البته اوبال است، نمانین. اگر در مگنیتوفون ها امر معروف مانیم با که ندارد، جایز است. و اگر در تلویزیون
شما فقط اگر اخبارش گوش کردن برای گوش کردن اخبارش اگر استفاده برین جایز است، دیگر حالتاش جایز نیست. بسیار نیک می شود. با همین طریق هم از امو بعضی برنامه های نادرست دور می شوین، خیلی خوب است. السلام علیکم محترم حاجی میرزا، خواهش میکنم سوال ما را تعجیلا جواب گویید. کارژینکه هایی که بعضی آنها را میگویند که از پوست خوک است چه حکم دارند؟ آیا پوشیدن آنها در داخل نماز یا بیرون از آن روا است یا نه؟ التماس فهمانید. البته در داخل نماز این پوست خوک به سبب طاهر کردن طاهر نمی شود. یعنی در مسئله ها میگوید یکی پوست انسان یکی پوست خوک اگرچه دباغت هم که دهن وای طاهر نیست. یعنی دیگر پوست ها مثل پوست خرس باشد یا پلنگ باشد یا گرگ باشد، همه حیوان ها یا خر باشد، اینا به سبب دباغت دادن الله که طاهر می شود، لیکن پوست خوک نمی شود. از این خاطر اینها را در نماز خواندن استفاده بردن تماما لازم نیست. به نهایت خوب می شود بیرون نماز هم نپوشینش. این خوک یک حرام کرده پروردگار است. اگر شما تقوا داشته باشین بیرون نماز هم نپوشینش، لیکن در داخل نماز تماما نپوشین که با اون لباس نماز خواندن شما درست نمیشه. السلام علیکم اکای حاجی میرزا. حاجی را با حرف آ نمی نویسند، آجی نمی شود، حقیقتی می شود حاجی. جوانای ما همین قدر قریب به سواد ماندن که حتی که آجی را از حاجی فرق نمی کنند. با سوال ما جواب بگردم. من بعضی حسن خطها را می بینم، صنف 10 هست، صنف 9 هست، باور که آدم غمگین می شود. آخه ما این قدر تأکید میکنیم که شما در مکتب ها اعلاچی باشین، خوشخوان باشین. با سوال ما جواب بگردان. اگر بچه زنا کند با آب غسل کند پاک می شود یا نمی شود؟ اگر شخص زنا می کند، زن باشد یا مرد باشد، بعدی زنا کردن پشیمان می شود، پشیمان می شود، توبه به سوی خدا می کند، میگوید پروردگارا این کاری من کردم خیلی کاری زشت بوده است، خیلی کاری بد بوده است، خدایا از این کردم من به سوی تو پشیمان شدم. ای پروردگار، آخر اگر همین زنی که من با او زنا کردم در جای این اگر خواهر من باشد یک مرد دیگر زنا کند، من خودم را چخیل تصور میکنم. همون کسانی که زنا میکنن باید که در حالت زنا خواهر زنشون پیش چشمشان بیارن که اگر زن شما را یا خواهر شما را ای زناکارها، اگر دیگر بدبختای زناکار زنا کنن چخیل میشوین شما؟ اگر توبه کند بعد غسل کند از جنابت خالی می شود. لیکن اگر زنا کند و باز گوید که خیلی آینده باز زنا را دوام دادن میگیریم، وای جنوب است، او هیچگاه آب وای پاک نمی کند. وای اگر با آب زمزم که اگر آبازی کند وای پاکیزه نمی شود. این کثافت دائم جنوب است، در حالت جنابت اون قرار دارد. تا اگر توبه صدق به سوی پروردگار نکند و غسل نکند، بدن وی از جنابت پاک نمی شود. در حالت جنابت دیگر خیلی وی حساب کنی خوردنش هم در حالت جنابت است، همراه تو صحبتش هم در حالت جنابت است، هر معامله که میکند وی در حالت جنابت است. السلام علیکم داملای محترم، میخواهم که با این سوال من جواب گویید. یک پای من اینوالید است، پیش در آمدن من درست است یا نه؟ درست است. اگر بغیر این یگان عالمی بهتر نباشد، یعنی اگر در یک عالمی هست که مثال پایش درد میکند یا پایش نیست، یک پای دارد، این گونه اگر امام ها باشن لیکن عالم باشن، اونا با طریق اولا پیش می درآیند. لیکن اگر در برابرشون یگان عالم دیگر وجود داشته باشد که وی درست باشد، سالم باشد،
بهترین صورتش همین است که وی از پس این امام نیت کند، یعنی همون امامی که پای درمند دارد، پای مثال رکوع کننده ندارد یا پای ندارد، وی قفا ایستد و این عالم پیش درآورد. این بهترین صورتش. لیکن نباشد مرحمت و پیش درآید، نماز شما درست می شود. نمازتان درست می شود. دویم، داملایانی که زن و دخترانش حجاب نداشته باشند پیش در آمدنشان درست است؟ درست است. اگر کدام پیشوایی که زنش حجاب ندارد، دخترش حجاب ندارد، یعنی لباسهای بگیم اسلامی ندارد، پیشم که در آید نمازش درست می شود. لیکن در نزد خداوند این گونه امام ها مسئول هستند. این گونه پیشواها در نزد پروردگار جواب این فرزندان بی حیا را می دهند. اگر کوشش ها کرده باشند، تمام راه ها را استفاده برده باشند که اونها به ذمه نگرفته باشند، این حالت در یک حال خوب دارد. لیکن اگر در همون کرده های فرزنداش راضی باشه و با این در مردم امامتی کند، این حالت در امامتیش که صحیح می شود، لیکن در نزد پروردگار گناهگار می شود. اگر از اون دبا بهتر باشد، خوب می شود که وی بیراه شود، یک آدمی باز با تقواتر پیش درآید، این بهتر است. اینا در حالت درست می شوند که ضرورت باشد، دیگر غیر اونها دیگر هیچ پیشوا و داملای وجود ندارد. السلام علیکم داملا مهربان. اولا از درگاه الهی خواهان آنم که عمر شما دراز بادا و در زندگی هاتان بردباری ها تمنا دارم. کاش و مثل شما شخصان خاکسار بسیار می بود. و در آخر یک سوال دارم: آیا در قد کوچه ها و گذرها نشستن زن و دختران شرط و درست است از نقطه نظر دین اسلام؟ و فکر من نه. و من مشاهده می کنم که در محله ما شام می گذرد، آنها تا حال پروا ندارند. خواهش دارم با سوال من پرره جواب گردانید. و در آخر از شما تشکر میگویم. داملای عزیز، با احترام، یک مخلصی دائمی شما. البته اینجا محلش هم ذکر کرده است، شرط نیست محلش، لیکن در همه محله ها این گونه زنهای در قد راه می نشستگی وجود دارد. خوب می شود که اگر در بین ما این گونه مثال موسفیدهای بغیرت باشد، یا این گونه جوانهای بغیرت باشد که راستی اونها در راست شود، و چگونه که پیغمبر خدا میگوید اذا رأى منکم منکرا فلیغیر بیده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان. اگر کدام از شما، گفت از پیغمبر خدا، یک کار نادرست میبینید، به همه ما و شما کتاب دارد، شما باید که با دست هاتون تغییر دهید. یعنی اگر زنت که باشد رفته از دستش بگیر بگو خانه درو بگو، یا اگر در خانه تو مثال بالای دسترخوان و شیشه های عرق اگر پهن کرده باشند، رسول اکرم میگه اونها را با دست گرفته بیرون خانه پرتاب. یعنی با دستان تغییر دهید وقتی منکرات میبینید، وقتی کارهای نادرست میبینید. لیکن وقتی که این قدرت نداشته باشین، یعنی امروز ما هم قدرتی را نداریم که اون زن از دستش گرفته و در خانهش پیش کنیم، رسول اکرم گفتن فبلیسانه، با زبانتان شما با اونها صحبت کنید. یعنی راستی اونها در رفته گویید مادری عزیز شام شد، آخی عصر شد، وقتی نماز است، را خداوند برای این فرستاد که بندگی او را به جا بیاری. رو نماز تخوان، رو فرزند تا تربیه کن، رو خانه تا مثال یک تازه و پاکیزه کن. رسول اکرم گفتن با زبانهاتون با اونها سخن گویید. اگر با زبانهاتون هم نتوانستید، با دلتون اونها را بد بینید، لیکن این ضعیفی ایمان شما را نشان میدهد. گفتن یا با دست یا با زبان باید که یک تغییرات در اون معرکه شما درارید. برای همین کدام در کدام محله هست، اگر همچنان پیشواها باشد یا این گونه موسفیدهای بغیرت باشد، بسیارتر این کار موسفیدهاست. موسفیدها میتوانند که این کارها را انجام دهند، اونها را کسی ملامت نمیکنند. که وقتی یک جوان اگر گوید او را البته ملامت میکنند.
السلام علیکم داملای عزیز، ما از شما یک سوال داریم که جوابش بسیار ضرور است. در مسجد محله ما به جای امر معروف گپی دنیا می رود و به ضمن این عورت خود را نام می گیرند. ملا امام در آنجا نشسته سخنی نمی گوید. التماس جواب قطعی دهید تا به گوش اونها برسد. پیغمبر خدا می گوید سباب المسلم فسوق. کسی یک برادر مسلمان شد دشنام می دهد یا کسی که مثال نامگیر می کند خودش وی فاسق است. همان گروهی که این گونه رفتارهای نادرست میکنند، خودشان نام میگیرند، دشنام میدهند، اینا از گروه فاسقان به حساب میروند. مسجد در اصل جای عبادت باید باشد، جای امر معروف باشد، جای تربیه باشد. در بسیاری از مسجدها وجود دارد که فقط و فقط به گپ دنیا مشغولند. مسجدها را آشخانه ها کردگی‌اند، در داخل مسجدها جای خورد و خوراک کردگی هستند. فقط تا بیگاه فقط چه گپشون همون کار و بار و همون همسایه داری و مسئله اینها را حل میکنند. در این البته امام گناهگار است. کسی که در همون مسجد پیشوا هست، همه این گناه را سببگار اساسش همون پیشوا است. همه این در پیشوا جوابگر است. باید پیشوا این گناه قوم نگذارد که مثال باید سخنهای بیهوده گویند. برای آن که اونها سخنهای بیهوده نگویند، این امام باید که خودش دائم در بین مردم کتابخوانی کند، دائم امر معروف و نهی منکر دائم برقرار و بر دوام نگه دارد تا که مسجدها از سخن دنیا خالی شود. السلام علیکم داملای شیرین سخن. بعد نماز خفتن نماز قضایی بخوانی ممکن است؟ ممکن است. اگر بعد نماز خفتن قضا هم که خوانین باکی ندارد، درست است. السلام علیکم داملای محترم حاجی میرزا، از شما خواهش میکنم با سوالهای زیرین من تعجیلا پاسخ دهید. نماز قضا وقت ندارد، کدام حالتی ده که میخوانین خواندن گیرین؟ فقط سه حالتی که نو آفتاب برآمدن و قیام و غروب آفتاب، این همه نمازها من هستند. غیر این کدام حالتی ده حتی بین عصر و شام هم که شما نماز قضایی خوانین جایز است. فقط در مسجد نخوانید نمازهای قضاییتان، در خانه‌تان خوانید. در کتاب‌های فقه می‌آورد که اگر کسی نماز قضاییش در مسجد می‌خواند، این عین بی‌ادبی و نشان می‌دهد. به خاطر آن که وی به مردم آشکار می‌کند که یعنی من نماز خدا را قضا کردم، این الحال قضاییش می‌خوانم. یعنی گناهش آشکار کرده ایستاد است در بین مردم. برای همین شما می‌توانید که همون قضاییاتون در خانه‌تان خوانید، این بهتر است. حاضر وقتی کشتی غلدانه هست، در بین آدمان عقیده هست که روزهای 18 19 20 21 ماه دکبر باید غله کاشته نشود، زیرا حاصل نمیدهد. این روزها آفتاب در خانه بوده است. آیا این حقیقت یا اساس علمی دارد یا نه؟ من البته از این مسئله فهمیش ندارم. در باب کاریدن غله که در چسلت مثال همون روزهای 18 19 20 21 گویا که آفتاب در خانهش باشد، لیکن این من سوال کردم خیلی از یک آدمی معتبر، یک آدمی که دایر به همه این کارها هست، که گیاهشناس است، و گفت این یگان اساس علمی ندارد. گفت در یکی از مسجدها، انیخترش در مسجد یکی از قشلاق‌های حدود دهنه، روز 18 دکبر روز چله گویان شب نشینی تشکیل نمودند. هر یک عضو مسجد 5 سامانی جمع کرده معرکه خراخوری گذرانیدند. در داخل مسجد امامشان پیشکار بوده است. حالی این گونه امام و قوم آن چه گونه خواهد بود؟ این الحال گفتیم امام‌ها در داخل مسجدها خیر احسان مثال خدایا تشکیل میکنند که چله در آمده است. ببین در اسلام آیا چله را پیشواز گرفتن یگان خبر آمدگی هست؟ و چله می دراید نمی دراید؟ مثال با جمع کردن 5 سامانی، این همش باور کنیم برای شکمسیری است، همه این برای نفس است. در داخل مسجد معرکه، خوردن، گپ زدن. السلام علیکم داملای شیرین سخن، از شما خواهش میکنم با این سوال من جواب گردانید. ما 2 نفر در یک مکتب میخوانیم
که در آنجا شبانه روزی یک جا هستیم و ما نماز میخونیم. برای ما ممکن است که جماعت کنیم، البته جماعت کنیم. رسول اکرم میگوید که اثنان خیر من واحد، 2 نفر بهتر است از 1 نفر. اگر شما 2 نفر هم که باشید باید که با جماعت خوانین. ان شاء الله خداوند ثواب جماعت برای شما نصیب میگرداند. علل خصوص به این جوانهایی که باز در کدام مکتبی که شبانه روزی باشن و میخوانن خوش به حالشون، ان شاء الله نماز همون جماعت ثوابش شما میگیرید. داملای عزیز، خدا شما را نگه دارد. شما فکر نکنید که سخنهای شما به تأثیر میماند یا اجرا نمی شود. از سخنهای شما بسیار تغییرات در جوان پسرها و جوان دخترها وجود دارد و حتی معامله مردم، طرز معرکه ها دیگرگون شده است. من یک سوال دارم، آیا شهتاز حرام است یا حلال؟ این ما یک بار گفته بودیم، شهتاز حرام است. کسی که مثال در طلب کردن شهتاز حرکت دارد، یعنی این هم یک عرف، یک جاهلیت، یک خرافات است. وقتی یک شه به محله ما و شما میآید برای گرفتن عروسش، پیش راه او را چندین جوانها پیش راهش میگیرن و از او چیکار میکنن؟ پول طلب میکنن. این پول طلب میکنن، طلب کرده ایستادن. وقتی تو طلب میکنی کل المسلم علی المسلم حرام عرض و ماله، هر یک مسلمان بر مسلمان حرام است میگوید پیغمبر. چیش؟ آبرویش، مالش و دمه و خونش. مال مسلمان بر مسلمان حرام است وقتی اگر طلبش میکنند. وای طلب کرده ایستاده است، اینمی قدر پول بر من نمیدهی، مثال ما پیش راه تو را کشاده نمیکنی. یک تله و تاراج، یک غارت کردن است. کدام شما راضی هستین؟ حالتی که همین خیلی حالت به بالاتان میآید، تا 100 سامان 50 سامان طلب میکنند. این هم یک طرز غارت است. این البته به البته حلال نیست. از کجا حلال می شود؟ حلال حالتی است که من یک آدم هدیه میتم، صدقه میتم، وای حلال است. وقتی تو از کیسه وای مجبور از دستش پولی او را زده میگیری، اوی حلال میشه. یا مثل که شهجت می آید در ما و شما، شهجت است. با چی خاطر؟ یعنی به خاطر که یعنی شما در ساعت مثال 1 یا 2 شهر خانه ماده حاضر کنید. یک کس از طرف عروس اکو شهجت می آید، باید سر پاک کنید. تو این یک طریق تله و تاراج است. یا مثال از بالای همون ماشین ها کرپا فرار گفته و تخت زن و بلا و بتر میگن، همه اینا یک طریق غارت هستند. اینا هیچ کدامش از اسلام ما و شما نیستند. در این پول هایی که شما میدین، در هیچ کدام اینا شما ثواب نمیگیرین. از پشت این شهتاز چندین جنگ ها برپاشیدگی است. چندین جنگ ها. این دشنام کردنش حساب ندارد. در این مسئولن، همون پیشواهای محله مسئولن که همین معرکه ها را باید که وقتی که همون مهمان ها از دیگر محله می آیند باید پیش راه اونها کشاده باشند. اینا در مسئولیت دارند. اولا السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا. بعدا میخواستم با این سؤال من پاسخ عمیق میدادید. آیا با دختری بدخشانی ازدواج کردن ممکن است یا نه؟ از نقطه نظر اسلامی جایز است. اگر دختری بدخشانی ایمان داشته باشد، اسلام داشته باشد، جایز می شود. اگر دختری عرب به ایمان باشد، گرفتنش جایز نمی شود. یعنی همه وقت اسلام شرط است. اگر مسلمان باشد، نه بس وای دختری روس است، وای دختری بدخشانی است، وای دختری کسی نباشد، جایز است. اگر دختری تاجیک ایمانی بر خدا نداشته باشد، وای گرفتنش جایز نیست. در اسلام ملت شرط نیست، نسب شرط نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بزرگترین شما پروردگار میگه در نزد من نفری هست که از خدا میترسد، نابسته در کدام ملت نباشد. همه ملت برای ما و شما حلال و درست است، با شرطی که از خدا میترسیدگی باشد، ایمانی بر خدا و ایمانی به رسالت پیغمبر داشته باشد. صحیح است، نکاش باکی نداره.
به میلت کاری نداره. اسلامی شما به شما سوال داده، میخواهم از شما جواب گیرم. در کتاب خواندم که باید در وقت طهارت کردن رو به قبله نشسته طهارت نمایی. ما در خانه آشیانه‌دار زندگی میکنیم، شرایط رو به قبله نشستن نداریم، چیکار کنیم؟ باز بر زمین این مادر 3 فرزند هستم. 10 سال شد زندگی ام را از شوهر نه خوراک نه لباس ندیدم. از حساب پدر و مادرم زندگی ام را پیش برده ایستادم و بالای همه این باز از همون داروهای سفید میکشد. دیگر حاجت زندگی کردن ندارم، میخوام از او طلاق گیرم. راضی نیست، چی کار کنم؟ راضیگی وای در کارم نیست. خب آدم گیرین کش و آدم عرق نوش چی راضیگی دارد؟ او راضیگی وای لازم هم نیست، وای در قطار آدم ها هم نیست. آخه وای آدم نشمارین شما. صورتت را چی کنم گرچه نداری سیرت، کس به یک جو نخرد این صورتی بی سیرتی. او یک جو قدر ندارد. و شما میتونین با طریق اولا رفته از مفتیات فتوا شگیرین، میدهد برای شما فتوا میدهد. برای با گیره این کش چگونه تو زندگی میکنی؟ نمیشود زندگی کردن. شوهر وظیفه‌ش همین است که از خوراک و از پوشاک و از همه تو را تأمین کند. وقتی همه زندگی تو از جانب خاندانت باشد، اون برای تو یک تیار آخر است، چیکارش میکنی؟ باید جوابش دی رود دیگر. لیکن برای طهارت کردن هر جانبی که برای تو موافق است همون جانب طهارت کن، طهارت صحیح میشه. هر جانبی که برای شما موافق میآید همون طرف البته موافق است. بسیار افسوس است بسیار جوانها اینقدر پیشروی ها شده است، اینقدر بهبودی ها خدا را شکر در این جمهوری ما پیدا شده است. با بزم این کشیدن دارو، خوردن عرق و دیگر آیا حیات برای همین است؟ زندگی مخصوص بهر بندگی، زندگی بی بندگی شرمندگی است. در خوجند همون داملهاش قطعی من صحبت کردم، میگوید که همون پیشوامون فتوا برآورد که اگر کسی که در حالتی همون گروین کشیدن از دنیا میگذرد و یا جنازه نمیکنند. همون ملاش برای من گفت اون بی نهایت فتوای بهترین برآورده. کاش که همین فتوا هم در همینجا عمل کند. آخه اونا جنازه چی دارند؟ اصلش اگر گیری، آخه انسان یک حلال مردن دارد، یک پاکیزه مردن دارد. آخه وقتی در حالت گیرین کشیدن از دنیا میگذری، در حالت زنا از دنیا میگذری، در حالت عرق نوشی از دنیا میگذری، آخه ایمان در وجود تو دیگر وجود ندارد. آخه نیست. اگر تمام مولوی های دنیا که آمده تر جنازه کنند، خداوند بالای تو البته به البته عذابش جاری میکنه برای نافرمانی کردنت. داملای عزیز، من در دانشکده عالی میخوانم، در ساعت نماز جمعه امتحان باشد چیکار کنم؟ در حالت حتی ما برای همه شما جوانها گفتیم که حتی شما در مکتبه هایی که میخوانید روز جمعه، شما برای نماز جمعه مکتبه ها را ترک نکنید. شما درس هاتون خوانین، پر کنین. آمده در خانه خلیفه جمعه که پیشین است، شما پیشین هاتون خوانید. این البته به البته بهتر و خوبتر است. اگر امتحان باشد این باز با طریق اولا عذر هست در شما. امتحان هاتون سپارین و آمده پیشین هاتون در خانه خوانید. یکی ما این قدر مثال در باب مکتب، در باب مثال تبلیغ جوانها به سوی مکتب حرکت ها داریم. باید معلم ها هم برابر ما در همون دخترها و جوان پسرها باید که با دقت باشند. این سخنهای من ترس از معلم ها نیست که من میترسیده باشم از معلم ها، برای که در پیش معلم ها خوب شم و همین سخنها را من مثال از پیش خود میگفته باشم. این سببش ترس نیست، بلکه این یک احترام همین جامعه هست، احترام همین جمهوری است، احترام جوان ها هست، یک پیشرفت در همین جمهوری ما و شما میشیدگی است.
چگونه ای که از رئیس جمهور برآمدهاش بهترین برآمدها را کردن، چه نسبت معارف و چه نسبت تعلیم ها. باید معلم ها وقتی همون دخترها را که میبینن در حالت خیلی ناخوب، همونها را باید که تعلیم کنن، گوین خواهر با این لباسی که تو آمدی ممکن نیست لباس. باید اونها هم معلم ها الحمدلله مسلمان هم که آخر اونها هم باید جوانها را تربیه کنن. اونها باید هیچگاه مثال برای زید مسجد و یا برای نماز خواندن اونها را تبلیغ نکنن، مثال زید مسجد و زید نماز تبلیغ نکنن. این حالت ان شاء الله جوانهای ما و شما خیلی پیشرفت پیدا میکنن. علیکم داملا حاجی میرزا، من یک سوال دارم. در حالت در روسیه کار کردن در مهلت 1 یا 2 سال نآیم، لیکن رزق و روزی زن و فرزندم را راعی کنم. آنها با همراهی پدر و مادر و برادران می باشند. می دانی که حال آنها خوب است. در مسلمانی چهل می شود که می گویند که 6 ماه پس باید بیایی و ما ساده کرده فهمانید. با احترام مخلصی دائمی شما. این البته از روزی که ما و شما زن نکاح کرده که گرفتیم، وظیفه همه ما و شما الکی فرض می شود نفقه زنهامون، چه از فرزندهامون نفقهشون فرض می شود. لیکن در این مملکت های دوردستی که سال اونها آمدن نمی توانند، اگر از همون نان و آب و لباس و پول اگر زن و کودکاشون تأمین کنند، این حالت عذر است. یعنی اینها در نزد خداوند مؤاخذه نمی شوند، عذاب داده نمی شوند. لیکن اگر ذره شرایط باشد برای آمدن بعد 1 سال یا بعد 1.5 سال یا بعد 2 سال، باید که آمده از حال زنها با خبر گیرند. یعنی با یک لباسی او را تأمین کردن، با یک شکمی او را سیر کردن، این وظیفه ما تا حال انجام نیافته است. اون زنها البته مثال شوهرشان میفارد، اونها را از شوهرها باید که منفعت گیرند. این طرفشان باید که البته جوانها فکر کنند. چگونه ای که مثال همون جوانی با تقوایی که در همون روسیه میگردد و خیلی در حالتهای وزنین خودش را مثال قپیده می ایستد، تصور کرد که این زن در همین حالت وزنین است. باید که از حال زنها خبر گیرند. 1 سال بعد است، 2 سال بعد است، انشاءالله این ده باز نیکتر و این ده ثوابتر می شود. السلام علیکم داملای عزیز حاجی میرزا، من یکی از مخلصان دائمی شما می باشم و به دعا و مصلحت شما احتیاج دارم. پسرم را 2 ماه پیش خانه‌دار کردم و تا حال با زنش خانه‌داری کردن نمی تواند. میگویم بستگی هست. از شما یک دعا و از قوم آمین. انشاءالله امیدی شفا از خدای متعال دارم. با احترام مخلصی شما. یعنی این بهترین صورت شامل است که همون برادرایی که دعاخوان هستند دعاهای از سوره های قرآن میخوانند، این گونه جوانها را باید که اونها خوانند. یعنی دعوت کنین پیش ما بیایید، ما شما را توصیه میدهیم. اینها را رفته خواندن در کار، این جین است. انشاءالله بعد خواندن و دور میشود، باز این جوان خانه‌داریش کردن میگیره. خدای مهربان این جوان از این مشکلات خلاص بگردانی و زندگی شیرین و با لذت خدای مهربان نصیب و روزیش بگردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی میرزا، من از سخن شما از دنیا با خبر شدم و از شما میخواهم یک چند سوال را جواب دهید. مادر من با حضرت امیر جان قسم خورد که خانه اپام نمی رود، ولی پشیمان شده است، میخواهد که برود. چیکار کند؟ هیچی رفتن میگیرد. با قسم خوردن حضرت امیر جان هیچی واقع نمی شود، گناهگار می شود و خلاص. قسم خوردن فقط به خداست. کسی قسم میخورد والله بالله تالله، به خدا قسم، انا اون قسم کفارت دارد. در غیر پروردگار کسی قسم میخورد و شرکی به خدا آورده است و یا پروردگار این گناه را نمیبخشد. به حضرت امیر جان قسم خوردن
به حضرت سلطان قسم خوردن، به نان قسم خوردن، به شیر قسم خوردن، اینها قسم نیستند. در اینها شما گناهکار میشوید. اینا را چی زیارت های نادرست داشتین که باز مورد قسم قرارشان میتین. اینا قطع قسم نخورین. قسم هم خورده باشد این قسم زدن نشده است، فقط در نزد پروردگار گناهکار شده است. بعد این گناهکار شیرگیش کار نیک کند، خیر احسان کند تا که خدا از این گناهش درگذرد، توبه کند به سوی پروردگار از این قسم نادرستی خوردگیش و خانه همون ابد رفتن گیرد، فرزندش می شود. دوم، به جای دعای قنوت 3 مراتبه سوره اخلاص بخوانی. اگر دعای قنوت ندانی روا هست یا نه، بهترینش همین است که در جای دعای قنوت شما دعاهای آیتهای قرآن خوانید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. یک بار همین خوانید بس است. در فتوا هم همین میگوید که دعاهای قرآنی را خوانید، لیکن کوشش کنین که همین دعای قنوت از زیاد کنین. همه گپی به معنی را زیاد کرده تونستین. همین دعای قنوت چی است؟ سوم، دعای بعد اذان نمیداند، میگن سوره فاتحه بخوانی میشود. من ندیدم سوره فاتحه را در جای دعای اذان خواندن، لیکن بهترین صورتش همین است که شما دعای اذان خود چه از یاد کنید. کسی این دعای اذان اگر از یاد میکند و میخواند، این حالا در رسول اکرم گفتن واجب شد بر گردن من که این بنده را در روز قیامت ما شفاعت کنیم. کسی اگر دعای اذان از یاد میکند. چهارم میگویند که بالای کرپچه نماز خواندن مکروه است. مکروه نیست، بالای کرپچه با بهتر است. بالای کرپچه بخوانید. جای کسی که اگر یک لباس میخرد با 10 درهم باشد و 1 درهم همین از حرام باشد، تا زمانی که این لباس در بدن اوست پروردگار نماز او را قبول نمیگرداند. لباسی که دزدی باشد، لباسی که از پول حرام باشد، پیغمبر خدا گفتند تو عبادتی که به سوی خدا میکنی، این عبادتی تو در بالای سر تو زده میشود تا زمانی که لباسی تو از مال دزدی باشد. هیچگاه ممکن نیست، جایز نیست که در بدن ما و شما از لباسهای دزدی باشد، از لباسهایی که از پول حرام آمده باشد ما و شما با او عبادت کنیم. زمانی که میدانیم که همین لباس از حرام است، این زمان اگر شما عبادت کنید، عبادتان در نزد خدا قدر و قیمت ندارد. چگونه انسانی که حرام خور است، حرام پوش است، حرام رفتار است، اون عبادت در نزد خدا قدر ندارد. انشاءالله من جمعه آینده در این باب حدیث های خیلی زیادی هست، من به سمع شما میرسانم. تو ای صوفی که در بر میکنی دلق، کنه ول احتیاط از پاکی حلق. اگر حلقی کسی آلوده باشد، چگونه در معرفت پالوده باشد. اگر شخصی را که حلقی او آلوده از حرام است، بدنی که از لباس حرام پوشیده است، وای کدام زمان مولوی میگوید که وای خدا شناس به حساب میرود؟ وای خدا شناس نیست. سگی که در پلیدی میکند رو، نگر هر لقمه را میکند بو. و مثال حضرت سوال یک مثال آوردن که آخی این سگ است که هر گونه لقمه را بوی کشیدن میگیرد، خواه لقمه حرام است، خواه لقمه حلال است، خواه لقمه شبه انگیز است، برای او فرقی ندارد. تو که مسلمان هستی، تو را خداوند از حرام و از حلال خبر دادگی هست، این حلال است، این حرام است. باید مسلمان اینها را جدا کند. چرا تو بی توقف میزنی دست، دهن چون ماهی اندازی به هر شست. بخور قوتی که در معده شود آش، مخور آنی که رسوایی شود فاش. حضرت میگوید قوت خور، نان خور، لباس بپوش، که یقین دان که روز قیامت این خوردگی های تو در بین مردم اعلان می شود. اونجا رسواگی تو، اونجا عزت داشتنی تو همش آشکار می شود تو کی هستی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی مرزا، از برادر شما دو سوال است. از آن در بالای سر کودک موافق مسئله چخیل است؟ آیا پدر خودش از آن را گوید چخیل می شود؟ درست است؟ البته به البته. خوش به حال همون پدری که در گوش فرزندی خودش از آن می گوید. خوش به حال همون فرزندی که همون پدری که فرزندش را خودش تعلیم می دهد. خوش به حال همون پدری که وقتی این فرزند از دنیا گذشت وی با دست خودش وی می شوید. خوش به حال همون پدری که این فرزند از دنیا که گذشت خودش برده در لحد می گذارد. خوش به حال این پدر که امروز بعضی سوسته ها و بعضی گویم سخنهای بیهوده‌ای که از زبان مادرها و زنها صدا می دهد که وقتی فرزند ما و شما می گذرد پدر را نمی گذارند که قبرستان رود. برای چی؟ برای که باز مریش زیاد می شود. این ضعیف ایمانی ما و شما را نشان می دهد. مردن و نمردن همش این به تقدیر است، این به قضا است، این به حکم پروردگار است. تا اگر در خانه باقی مانی فرزند دیگری تو نمیمرد و میمرد وایشان. از این خاطر وقتی فرزند به دنیا که آمد مرحله ها دارد. یکم مرحله همین است که ما میشنویم که یک برادر ما صاحب فرزند شد. اولین سنت همین است که باید تبریک کنیم. ما و شما می رویم تبریک میکنیم مبارک شود این نعمتی که خدا بر تو داد و دست برداریم میگویم خدای مهربان این فرزند مجاهد راه اسلام بگرداند، این خدمتگار راه اسلام بگرداند، خدا عمر نیکو نصیبش گرداند. گفته این دعا اولین سنتی که از ما و شما باید که به وقوع آید انا همین است. یکم تبریکات، دوم از آن کودک از به دنیا آمد در حال در نزد گوش او ما و شما از آن میگوییم. دیگر این تحنیک است، یعنی در کامک همان کودک مالیدن عسل یا مالیدن شیره خرما که برای پیستان مادرش گیرد. عزیزان ما و شما میگوید همین عمل را یک عالم یک آدم پرهیزکار انجام دهد، اولین لقمه‌ای که در معده کودک می رود آب دهان او که باشد خصلت‌های نیک همون انسان خداوند به این طفل می دهد. دیگر چی گفتن پیغمبر؟ دیگر گفتن تراشیدن موی سر. موی سرش تا 7 روزگی الکی می تراشیم موافق وزن همون موی سری که چند گرمی که می آید باید که طلا ما و شما صدقه کنیم. اگر شاید 1 گرم هم نیاید، شاید 1.5 گرم هم که بیاید، میپرسیم طلا چند است؟ شاید 30 سامان باشد، شاید 40 سامان باشد. اون مقدار در راه خدا خیر میکنیم. و آخران این عقیقه هست. اگر بچه باشد 2 گوسفند، دختر باشد 1 گوسفند ما و شما ذبح میکنیم. اگر خواهیم خام تلاش میکنیم، اگر خواهیم مردم نان میدهیم، یک پیشوامون آورده در اونجا موعظه میکند. این سنت هایی هست که بعد آمدن این نعمت به دنیا این فرزند ما و شما باید که انجام دهیم. این در ذمه هر یک پدر شرط است، قرض است. اگر نکردیم ما و شما گناهگار میشویم. دوم، بامداد را قضا خواندن ممکن است. البته اگر ما و شما خواب زدیم سحر میخیزیم که آفتاب برآمد بامداد قضا شد، این حالت هم سنت و هم فرض هر دوش ما و شما میخوانیم. نماز سر آفتاب چخیل میخوانن؟ نماز سر آفتاب این اصلا نماز اشراق میگوین که وقتی که آفتاب که برآمد حبیب خدا را عادتش همین بود که بامداد میخواندن، از جای همون مبارک دیگر نمیخیستند تا برآمدن آفتاب به ذکر مشغول میشدند. آفتاب که با پررگی که می برآمد میخیستند 2 رکعت نماز میخواندند. این نماز سر آفتاب میگویند. حتی حدیث های پیغمبر میگوید کسی که نماز سر آفتاب میخواند خدا به او ثواب 1 عمره و 1 حج کتابت میکند. کسی که اگر وقتهاش باشد، اگر از مسجد نابرآمده خوانین باز خوبتر، لیکن اگر از پی کارتان باشین در یگان کارم مشغولم که شوین، آفتاب که برآمد این 2 رکعت نماز نافله است، اگر خوانین انشاءالله این ثواب شما برخوردار میشه. السلام علیکم ایشان حاجی مرزا، خداوند
باز عزت شما را بلند گرداند و همین منبری که نشستید نصیب شما باشد و سخن حق از زبان شما صدا دهد. یکم، آیا دیگ را بعد مردن سفید کنید میگن 3 روز بعد چی معنا دارد؟ دوم، قصه خواندم که خداوند با عبدالله پدر جابیر به پرده سخن گفته باشد، آیا حقیقت دارد؟ یکم، دیگ را سفید کردن بعد مردن 3 روز بعد چه معنا دارد؟ اینا از اسلام نیستند. دیگ را سفید کردن چگونه ای که تا 3 روز از اسلام ما و شما هست که خاندار مرده یعنی مرده‌دار باید که در دیگش چیزی پخته نکنه، باید همسایه ها برای این خاندان خوراک تهیه کنند و این خاندان را از غذا باید تأمین کنند. بعد 3 روز الکه این خاندار یعنی همون مرده‌دار حق دارد که الکه یعنی دیگی خودش را در حرکت درآورد، یعنی طعامهاشون خودشان پختن گیرند. لیکن دیگ را سفید کردن اینا از اسلام ما نیست و این ضرورت هم ندارد. این هم باز یک در اسرافیات می درآید، در همون اسراف ها داخل می شود. من وقتی اسراف می گویم شما هزل نفهمید، این اسراف بسیار مشکل سخن است. وقتی من اسراف می گویم در این سخن ما جوابگر می شویم. جوابگر به معنایی که اگر همین سخن من صحیح نباشد، اگر همین سخن من نادرست باشد، من در نزد پروردگار جوابگر می شوم. زیرا این المبذرین کانوا اخوان الشیاطین است و کان شیطان لربه کفورا. کسی اسرافکار است وای برادر شیطان است و یقین دانین خداوند میگوید که شیطان در نزد من کافر است، شما رفیق کافر هستید. یعنی در ما و شما عادت است که روزی 3 الکه شیر برنج میگویم ما و شما که در دیگ می اندازند و مردم باز دعوت میکنند، اونها میخورند، بعد این دیگ بر اهل خاندان حلال میشود. بسیار عقیده غلط است. بینید یعنی رفتن پدر من مادر من الکه دیگی مرا خاندان مرا حرام میگردانیده است. تا اگر من شیر برنج نکنم، تا اگر این دیگ من سفید نکنم، این دیگ برای من حرام بوده است. این خودش سخن منطقاً خودش غلط است، بسیار نادرست است. اگر شخصی که نداشته باشد ما و شما را شیر برنج کند، ما و شما را دعوت کند، برای او انسان این دیگ ابدی حرام میمانده است. اینا غلط هستند. اختیارتان، کسی دارد شرایط دارد میکند نمیکند به وی وابستگی دارد. من هیچ دلیلی ندارم که شما را گویم که البته کنید. من برای شما فقط اینقدر توصیه میدهم که شرایطت باشد برای روحانیت پدر و مادرت خیر احسان کن. من در خیر احسان زید نیستم. در هر یک ورق قرآن، در هر یک سخنهای پروردگار و پیغمبر صدقات آمدگی هست. خیر احسان کسی مانع شده نمیتواند، لیکن برای شخصی که اگر شرایطش باشد، برای شخصی که دستش میرسد، برای این انسان خیر احسان جایز است. برای آدمی که نداشته باشد پیغمبر خدا میگوید کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت. این قدر گناه برای شما کفایت کننده است که از حق فرزندها مردم شما سیر کنید. کفا بالمرء اثما، این حدیث صحیح است، در ریاض الصالحین است، در باب نفقه است. کفا بالمرء اثما، اسم گفته گناه را میگویند. برای شما ای مردم مسلمان از روی گناه بسنده است. چی بسنده است؟ ایضیع من یقود، ضایع کنین آن مقدار خوراکی را که برای فرزندهای شما جدا کردگی بود. یعنی شما حق فرزندتان اگر رحم نکرده به مردم که تقسیم کردید، شرایط نداشتید، مردم خورانیدید، سیر کردید، این برای شما از روی گناه بس است. این حدیث پیغمبرتون هست. و دوم که این برادر ذکر کردن
که عبدالله پدر جابر بی پرده با پروردگار صحبت کرده باشد. این قصه را من خواندگی هستم، یکی از کتاب‌های انیس المؤمنین گفتگی که خیلی حکایه‌های خوب و صحیح در این کتاب جمع شدگی هست. میگوید بار عبدالله ابن جابر، عبدالله پدر جابر در غزوه احد دعا کرده بود است. وقتی به شهادت رسید، وقتی از دنیا که گذشت، رسول خدا جابر فرزند عبدالله را فریاد زد، گفت ای جابر، گفت من یک بشارت نیک برای تو خبر دهم. جابر گفتند جانم فدای تو باد ای پیغمبر، بشارت های تو بالای چشم من چی بشارت است؟ میگوید گفت هیچ کس را موفق نشد که با پروردگار بی پرده سخن گوید مگر پدر تو را عبدالله را، که پدر تو عبدالله بی پرده با پروردگار صحبت کرده. او چگونه ای حبیب خدا؟ گفت پدر تو پیش از آنه که در جنگ احد رود دعا کرد که پروردگارا مرا در این جنگ به شهادت برسان، بعد به شهادت رسانیدن باز مرا دوباره زنده گردان تا که آمده بین این مردم خبر دهم که پروردگار بسیار نعمتهای عجیب داشته است، بسیار نعمتهای گوناگون داشته است و عبدالله را از این نعمتهاش برخوردار کردند. حبیب خدا چی گفتند؟ آیتی را از قرآن خواندن که خداوند در قرآن گفته بود است که وقتی شما از دنیا گذشتید دیگر دویم باره به سوی این دنیا بازگشت ندارید. میگوید پروردگار این سخن را به عبدالله گفت و گفت عبدالله این سخن برای تو هم تأثیر دارد. و میگوید عبدالله گفت پس چگونه به مردم اعلان کنیم که عبدالله به این نعمتها سزاوار شد؟ خداوند گفته بود است عبدالله من در بین همه مردم اعلان میکنم که عبدالله وارد جنت شد. یعنی این سخن خداوند با حبیبش خبر داد که عبدالله بعد به شهادت رسیدن در احد وارد جنت شد، که پیغمبر خدا در بین همه صحابه ها این حکایه را نقل کردند. السلام اکی حاجی میرزا، من یک مخلص دائمی شما. یک گروه آدمان میگویند که اگر غسل کنی برای نماز طهارت ناکرده با همان غسل کرده نماز خوانی رواست، آیا این درست است یا نادرست؟ غسل وقتی ما و شما آبازی میکنیم، همین آبازی ما و شما کفایت کننده هست که اگر طهارت هم که نکنیم الله که خودش طهارت واقع شده است. یعنی همین آبازی که ما و شما کردیم خودش از طهارت هم واقع می شود. در دوام همین آبازی ما و شما دست ها شستیم، پای ها شستیم، سر روی شستیم، الله که خودش طهارت واقع شد. دیگر بعد این آبازی طهارت دویم باره حاجت نیست، لازم نیست. السلام علیکم اکی حاجی میرزا، یک سوال دارم. درباره علی شیر خدا با همه ما نقل میکردی. انشاءالله من بعد موضوع خمر، عرق، یک موضوع دیگه داریم به نام کبر، که آدمایی که تکبر هستند، کبر میکنن، اینها را چگونه هست در شریعت بعد او خدا خواسته باشد درباره این چهاریار ما برای شما حکایه میکنم که ابوبکر کی بود، حضرت عمر کی بود، حضرت عثمان و علی کی بود. انشاءالله من برای شما خبر میدیم. و این علی شیر خدا گفته این کنیت حضرت علی هست که حبیب خدا را اسدالله میگفتند. اسد گفته عربها شیر میگویند، یعنی شیر خدا گفته این کنیت حضرت علی بودند. و حبیب خدا گفتند ای علی، گفتند خداوند به تو 3 چیز را خاصه دادگی هست که به کسی دادگی نیست. گفتند چی هست ای حبیب خدا؟ گفتند یکم با دستور پروردگار من دختر خودم را فاطمه را در نکاح تو در آوردم، و دوم چیزی که من خداوند برای تو داده است این فاطمه سردار رئیس همه زنها در بهشت است. و دویم نعمتی که خاصه تو را دادگی هست پروردگار این امام حسن و امام حسین است که این رئیس جوانهای در جنت است.
و سوم چیزی که خداوند بر تو داد، این دامادی تو بر من است که من سید اولین آخرین هستم، که این فقط برای تو موفق است. از این دیگر بزرگتر چیز بلندتر نیست گفتن. انشاءالله من حیات و زنده و سلامت باشیم این مسئله را برای شما میگویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من 2 سوال دارم، میخواهم از زبان شیرین شما جواب گیرم. قضایی خواندن فرض است یا سنت؟ التماس خود همین روز جواب گردانید. دوم، در وقت نماز در پیش جای نماز چوب مانده گذاشتن چی معنا دارد؟ خدا یارتان با. نماز قضایی را خواندن نزد مذهب ابو حنیفه این واجب است. یعنی ما و شما همون قضایی هایی که از ما و شما بود نخواندیم، زمان هایی که شاید غفلت بود، بی پروایی بود، سختگیری ها بود، ترکشان که کردیم، باید در گردن هر کدام ما و شما واجب است که باید این ما و شما ادا کنیم. و دوم سوالی که کردن در پیش، یعنی فقهای ما و شما میگویند این ستره هست که وقتی نماز میخوانیم ما و شما به قدر ذراعین میگوید صاحب مختصر، یعنی از 50 سانتی متر کمتر نباشد، و غلظ اصبعین با همین نر انگشتی که ما میگوییم با این با مقدار همین غوصتر باشد، باریک نباشد. تغرد حذاء احد حاجبی، و همین چگونه میگوید میگذاری، یعنی نزدیک میگذاری که از بینش کسی گذشته نتواند، و دیگر این که یا در طرف راست یا در طرف چپ، یعنی در مابین یکی از این ابروانی که داریم ما و شما از این گذاشته شود میگوید. انا این از قاعده همون ستره، یعنی ما و شما وقتی اون بعضی ما و شما جاروب میمانند، تیاقهاشان میمانند، اینا از ستره حساب نه. کسی گذرد اگر گناهگار میشود، باید راست باشد، خواباندگی نباشد. خواباندگی البته در خواباندگی شما گناهگار میشوید. میتوانید شما کرسی مانید، میتوانید شما بالشت ها را اگر تل کرده مانید، پرده باشد پرده ها هم ستره میشوند، دیوال باشد دیوال هم ستره میشود، لیکن خواباندگی نباشد که اینها از ستره حساب نمیشوند. شما و گذرنده گناهگار میشوید. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی. داملای محترم، چند روز بعد سفر حاجیان سر میشود. از پیش یا پس اون نان کردن آیا در دین اسلام چی خبر آمده است؟ هر جایی که باشد، چه حاجیان می آیند چی می روند، حبیب خدا برای همه ما و شما گفتند ایتو دعوت اذا دعیتم. هر جایی که شما را دعوت کردن روین، جایی که دعوت تا نکردن قبول نکنید. برای آمدن حاجیان این در ما و شما الکی هست، وجود دارد که آمدن برابر یک طبق نان میکنن، ما و شما را فریاد میزنن. همان روز که رفتیم نانشون که خوردیم، دعاشون که گرفتیم، دیگر دوم باره و سوم باره حاجی آمده است گفته دیگر اطراف خانه همون را اشغال کنیم، اینش الکی بی‌ناموسی میشود. لازم نیست. رفتیم دعاش گرفتیم، نانش خوردیم، بس به همون دیگر خانه را ترکش کنیم. زیارتش در مسجد کردن میگیریم، مسجد که آمد همینجا زیارت کرده و هر روز دعاش گرفتن میگیریم. السلام علیکم داملای عزیز، من یکی از مخلصان شما از شهر دوشنبه هستم. التماس با سوالهای من جواب گردانید. 2-3 نفر دوست من نماز میخوانند ولی بعد خفتن عرق مینوشند. من به آنها میگویم که این کار شما نادرست است. التماس با این مسئله جواب درست دهید. ان شاء الله من جمعه آینده در باب این عرق نوش ها برای شما خبر میدهم. ان الله طیب لا یقبل الا طیبه. پروردگار شما پاک است، فقط عمل از پاکان قبول میکنه، از غیر پاکان عملشون قبول نمیکنه. خداوند در قرآن میگه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مؤمن ها نجات یافتند. کدام مؤمن ها؟ همون مؤمن هایی که در نماز خاشع باشند، شکسته دل باشند.
این یک تضرع داشته باشند. وقتی وای عرق نوشید وای در نماز خاشعش گم می شود. دوم، بعد کشیدن ناس دست رو میکنن. آیا این درست است؟ التماس من در نماز اشتراک دارم، انتظار جوابم. بعد کشیدن ناس یا بعد کشیدن سیگارت، اینها در ما و شما در البته طهارت دست رو میکنیم و مردم ما و شما هم به خود دلیل ها دارند در این باب که حرام بودن ناس و سیگارت. امروز کتاب های آمدگی هست که از کتاب های معاصر است، حاضر زمان است، از طرف شیخ های عرب در دست من هست که با چندین دلیل ها حرام بودن این اثبات کردن. از این خاطر مادامی که به این حرام کرده که وقتی دست میزنن طهارت کردنش نیکو گفتن، خوب گفتن. از این خاطر خوب است که اگر بعد ناس یا سیگارت کسایی که مثال استفاده میبرند طهارت کرده بعد نماز خوانند. لیکن باور کنین من حیرت میمانم که باز میگویم آدم مسلمان باید پاکیزه باشد. این ناس از ما و شما نیست. آخر کنی شما یگان حدیث آرین که آیا پیغمبری خدا از اینا استفاده میبرد؟ آیا یگان عزیزان ما و شما صاحب 4 مذهب کدام دوستی خدا ناس کش بود یا سیگارت کش بود؟ اینا از مردم مسلمان نیستند. وقتی دهانهای شما بوی میکند، بدنهای شما بوی میکند، ملائکه ها آزار مییابند. این حدیث پیغمبری خداست. از این استفاده نبرین. ای بس شرمم هست، گناهگارم میشوید. اینم از اسراف است. پولهاتان در راه نادرست صرف میشود، هیچ فایده ندارد. نه فایده دنیوی و نه فایده اخروی، هیچ فایده ندارد. سلام ای دوستی خدا حاجی میرزا، از شما خواهش و التماس میکنم که با این سوال من روشنی اندازید. گرفتن زن کلان از مرد روا است و گوید که تا چند سال کلان بودن زن از مرد روا است، فقط با نکاح حلالی. با احترام یکی از مخلصان 5 وقته نماز شما. اختیار به شما است. پیغمبر خدا 25 سال از خودشان کلان گرفتن، 15 سال. خودشان حبیب خدا 25 ساله بودن، حضرت خدیجه 40 ساله بود. 15 سال از خودشان کلان زن نکاح کرده گرفتن. این به طبیعت شما وابسته است. اگر 20 سال کلان هم که باشد برای تو موافق باشد و فرزنددار باشد و آرزوی تو مقصد تو برای نگاه کردن فرزند او باشد، یا این زن بیراهه نشود، گفته اگر نکاح کرده گیری خوش به حال درست است، صحیح است. در اسلام حد ندارد که تا چند ساله را گرفتن درست، تا چند ساله را گرفتن نادرست. تا چند ساله را که طبیعت تو میکشد، دست تو میرسد، مقصد تو نیک باشد، برای تو درست گرفتن بگیر. السلام علیکم داملای شیرین بیان و شیرین سخن. یک سوال دارم یا گویم یک شکایت دارم، این را شرح دهید. من در بازار کار میکنم، سوداگر شده. برادرم نیز سوداگر است، لیکن شرایط خیلی خوب دارد. حتی خانه هایی دارد که مردم اجاره می نشینند. من که دادر وی هستم در شهر اجاره می نشینم. با او گفتم یک خانه را بر من ده، آهسته آهسته پولش را می گردانم. وی رد کرد. با این خیل برادر چگونه معامله کنم؟ حال آنکه مخلص کسیته های شما هست و دائم گوش می کرد. از روی اسلام گوید که آیا این برادر من هست یا نه؟ پیغمبر خدا میگوید، این حدیث متفق علیه است، همه راویان حدیث در این اتفاق دارند که حضرت انس میگوید لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه. حبیب خدا چی سخن بهترینی گفتند. ایمان ندارد یکی از شما تا آن زمانی که
برای خود آن چیزی را که دوست می دارد برای برادرش دوست ندارد. ایمان ندارد، گفت پیغمبری خدا، آن برادر و آن رفیق و آن همنشینی که از شما هست تا زمانی که آن چیزی را که برای خودش دوست می دارد برای تو دوست ندارد. اگر آن برادر برای خودش خانه های زیبا را دوست دارد و برای برادرش دوست ندارد، اگر اون برادر برای خودش نماز را دوست دارد برای برادرش دوست ندارد، آن برادر اگر شرایطی خوب در خاندانش برپا کردن دوست دارد برای مردم دوست ندارد، و آن پیشواهایی که فقط برای بهتر کردن احوال خودشان کوشش کنن و لیکن به مردم دلسوزی نداشته باشند، اینها را حبیب خدا گفت ایمان ندارن. اینها گفت اگر ایمان می داشت و آن چیزی را که برای خودش محبوب بود برای برادرش محبوب می گردانید. این علامت بی ایمانی است. این گوش کردن کسی تا دیگر است. ایمان داشتن دیگر چیز است. انسان باید مسلمان اصیل باشد. مسلمان می شوی، مسلمان اصیل شو، مسلمان راستین شو، مسلمان درویه نشو. حضرت یوسف علیه السلام پیغمبر بودند. قومش بر او گفت ای یوسف، خدا تو را مددگار باشد، برای چی اینقدر تو روزدار هستی؟ آخر این انبارها پر از طعام است، بهترین شربتها در انبارهای تو هست، در خاندان تو یافت می شود. این انبارها و این خاندان تو پر از گندم است، صندوقها پر از طلا و پر از مال دنیاست، چرا تو اینقدر روزدار میگردی؟ حضرت چی جواب گفتند؟ کاش که این جواب امروز برادرای مسلمان ما و شما گویند. کاش که این سخنی که حضرت یوسف گفتند از زبان ما و شما صادر شود. حضرت گفتند اگر من دائم اگر سیر گردم از حال گرسنگان فراموش میکنم. اگر من دائم سیر گردم، اگر از تمام این نعمتهایی که خدا برای من روزی کرده است استفاده برم، این حالت در چنان مغرور می شوم که از حال گرسنگان فراموش می کنم. امروز این حالت بالای همه ما و شما آمد. حالت خودمان خوب می کنیم، پروای برادر ما نداریم. این حالت وقتی در کدام ما و شما پیدا شد، یقین دان که ایمان تو ایمان ضعیف است، ایمان تو ایمان کامل نیست. بسیار جای حسرت است که امروز ما و شما دلسوزی نداریم. یک برادر ما و شما اگر در عراق باشد، اگر در سعودی باشد، اگر در کدام گوشه دنیا باشد، وقتی خبری شنیدید که حال اونها مشکل است، زندگیشان وزنین است، زیر بانبهای این جهود بدبخت دارد، باید به شما غمگین باشین. بین اون برادر ماست. اگر این حالت شما را غمگین نسازد، شما با دلتان گذرانید که تا حال ایمان شما کامل نشده است. باید ما غمخوار باشیم. خدا رحمت کنه حضرت عمر یادم آمد. در زمانش قحطی آمد، گرسنگی آمد. حضرت عمر خلیفه مسلمان ها، پریزیدنت همون زمان، خیلی دنیای کلان در دستش بود. وقتی حالت مسلمان ها که وزین آمد، هر خانه که سر پیش میکرد دید که مردم طعام های با لذت که ندارد، اولین ضربه که بر جان خود زد چی بود؟ پختن خوراک های روغنی را در خانهش قطع کرد. گفت در خانه من دیگر نبینم که خوراکی روغنی دار پخته شود. اولین ضربه که حضرت به جان خودش زد. دوم چیکار کرد؟ دوم از گوشت خوردن پیشی دهان خودش را بسته کرد. حتی شریکانش میگفت
که از شکم عمر صدا می برآمد، از روده های مبارک صدا می برآمد و به جانب شکم می گشت و می گفت تا زمانی که اگر فرزندهای مسلمان از طعام سیراب نشوند، اگر صدای تو ای روده ها مدینه را پخش کند، برای تو خوردن گوشت و شوربا حرام است. این سخن حضرت عمر بود، سردار همه مسلمان ها، سردار ما و شما. برای این خاطر من به این برادر چی میگویم؟ اگر خواهد که اینما المؤمنون اخوة شعار او باشد، باید که رحم در برادری خودش کند. وای وقتی که به دادری که از یک پدر و مادر رحم ندارد، وای به همسایه از کجا رحم میکند؟ این الله که سنگدلی این برادر را نشان میدهد. این زر و نعمت از سر همه ما و شما سبیل میماند، همه اینا باقی میمانند. خدا رحمت کند. حضرت سعدی را میگوید زر و نعمت اکنون بده کانی توست. امروز این کلیدهای گنجینه و خزینه که در بر داری، امروز اون کلیدها همه که سردار او تو هستی، اینا را کشاده کو به مردم تقسیم کن. زر و نعمت اکنون بده کانی توست که بعد از تو بیرون زی فرمانی توست. وقتی تو مردی این کلیدها را دیگر کسا صاحب بشوند، این صندوقها را دیگر نفر کشاده میکند. و دنیا توانی عقبا خری، میتوانی ای انسان مالدار میگوید میتوانی که جنت خری، با این دنیا میتوانی که جنت خری. یعنی اگر تو خیر احسان کنی، اگر تو رحم و انصاف تا اگر به کار بری، تو آخرت خریدگی هستی. و دنیا توانی عقبا خری، بخر جان عزیز ورنه حسرت خوری. خر میگه جان عزیز. من بسیار یک موسفیت تجربه داری هست و میگوید من از تو در عالم است و من از تو در خوبتر میفهمم. بعدا حسرت میخوری، فایدت نمیکنه. هر کی جمع کرد و گوشه بنهاد، خودش مرد و زنش با دیگری داد. میمری میرای. این خانه ها با مردهای دیگر می آیند، در اون خانه ها با دادرای زنت میشینند، دادر تو اجاره میگردن. السلام علیکم داملای عزیز. اگر مرده بالغ را با کودک یک جای جنازه کنی درست است؟ اگر مرده بالغ با کودک ها یک جای جنازه کنی درست است؟ اگر مرده که بالغ است، یعنی یک مرد مرد 40 ساله 50 ساله، در برابرش باید طفل دیگر آوردن، سال نو تولد شده است یا 1 ساله است یا 2 ساله است. اگر شما خواهید که هر دینها را یک جنازه کنین، اجازت میدهد شریعت، جایز است. مرد کلان از پیش خودت می ایستد و طفل از بری او، از پایانتری او می ایستد، این از پهلو از قسم بالا می ایستد، جایز است. اگر تنها اگر خواهید که جنازه کنین، این بهتر است گفتن. آیا آدمی به بالغ را 3-4 نفر را یک جایه چی؟ اینم درست است. اگر 3-4 آدمی که به بالغ رسیدن، یعنی از 12 بالا هم، اگر همه شما یک جنازه هم که خوانیم، اینم جایز میشه. لیکن تنهاش بهتر گفتن. لیکن معنی را ندارد که یک جای خواندن اینها نادرست باشد. درست است. کسی غیبت کند برادرش را، نیکیهایش را خدا میگیرد و نابود میکند. آیا این راست است؟ راست است البته. کسی اگر یک برادرش غیبت میکند، خداوند نیکیهای او را میگیرد. امام حسین ابن علی، بچه حضرت علی، امام حسین میگوید یک کس خبرش آورد که فلان همسایت را در فلان معرکه غیبت کرد. امام حسین چگونه رفتار کرد؟ میگوید در یک طبق پر از خرما کرد و خاندان این مردی که او را غیبت کرده بود همونجا رفت، در روایه میگوید زد. وقتی کشا دید حسین، گفت ای نبیره پیغمبری خدا، خوش آمدی، مرحمت. این گفت نه، گفت من خانه تو نمی درایم مگر من شنیدم که تو امروز آن مقدار حسناتی که داشتی همش را مرا دادی، من هم در عوض این نیکی تو به تو نیکی میکنم، این توقی خرما را قبول کن. اگر چنده که نیکی من نسبت نیکی تو خیلی کم است. یعنی کسی که اگر کسی را غیبت میکند،
یقین داند که خداوند حسنات او را، نیکی های او را میگیرد، در نامه اعمال اون شخصی را که غیبت داشت در نامه اعمال او میپرتاید و بدی های او را گرفته در نامه اعمال این غیبت کننده میپرتاید. از این بهترین توفه است. خوش به حال ما که امروز میشنویم در فلان جا غیبت ما کردن، خوش به حال ما. غیبت کنین، این حال ما خوب می شود، نیکی های ما زیاد می شود. در اینجا چند برادرات میارن، من نمیخوانم اونها را. داملای عزیز، جمع پیغمبران چند تا هستند و چند تای او در قرآن هست. التماس نامهایشان را تکرار کن تا که ما از کسیته ها نوشته گیریم. و حضرت موسی سخن خدا را میشنید با گوشهایش، یا چگونه سخنرانی هایش بود. خداوند در سوره نساء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و رسولا قد قصصناهم علیک من قبل و رسولا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما. خداوند در این سوره نساء برای پیغمبر خدا حکایه کرد که ای محمد صلی الله علیه و سلم، بعضی از پیغمبرها را من برای تو قصه کردم و بعضی از پیغمبرهای دیگر را در قرآن نامشان یاد نکردم. یک حدیث خیلی طولانی در تفسیر ابن کثیر است که ابوذر روایت میکند، میگوید از پیغمبر پرسیدم از اول دنیا تا آخر دنیا چند پیغمبر آمد؟ حبیب خدا گفتند 124,000. گفتم چند تا این رسول بود؟ گفت 313 تا این رسول بود. این گونه روایت هم آمده است. لیکن در قرآن 25 تا او 25 پیغمبر نامشان ذکر شده است و خلاص. باقی اونها را خدا گفت ای محمد من برای تو قصه نکردم. من از تفسیر ابن کثیر نامه های اینها را نویساندم، میخواهم گوش اندازین. حضرت آدم، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت هود، حضرت صالح، حضرت ابراهیم، حضرت لوط، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ایوب، حضرت شعیب، حضرت موسی، حضرت هارون، حضرت یونس، حضرت داوود، حضرت سلیمان، حضرت الیاس، حضرت یسع، حضرت زکریا، حضرت یحیی، حضرت عیسی، ذوالکفل و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. انا این 25 پیغمبری که نام گرفتم اینها در قرآن آمدن. دیگر این 124,000 پیغمبری که پیغمبر ما با ابوذر جواب گفت، باقی اینها را خدا گفت من برای تو محمد صلی الله علیه و سلم قصه نکردم. السلام علیکم داملای شیرین سخن. ما از شما یک سوال داریم که یک گروه مخلصان شما جوابش را با پررگی میگردانیدید. التماس سوال ما همین است که در درون حمام غسل نماز جمعه را میکنی و با تنه لوچ طهارت کردن ممکن است یا نه؟ خواهش مرا رد نکنید، التماس بین ما جنگ شد، بداد ما برس. یعنی در حمام وقتی شما رفته آبازی میکنید شما گناهگار میشوید. یقین دانید که شما از ثواب جمعه محروم شدید. وقتی اگر شما یک جایه در حمام رفتید، حبیب خدا گفتن زمانی میشود که مردها دیوس میشوند. گفت چی گونه؟ گفت زنهای اونها در حمام غسل میکنند. این حدیث های صحیح پیغمبرند. در حمام یک جایه وقتی که شما آبازی میکنید، ترک فرض میکنید، یعنی از زیر ناف تا زیر زانو که فرض است اینا که شما نمیپوشانید و اگر شما هم پوشانید و دیگرها که نمیپوشانند، این حالت در همه شما گناهگار هستید. اگر در همون حمام ها اگر شما تنها اگر غسل کنید جایز است، همون نامرهایی که ما و شما میگیم، اگر در اونها رفته غسل کنید جایز. لیکن در بین مردم با تنه لوچ وقتی شما غسل میکنید، این هم بی حیایی است، این هم بی شرمی هست، این هم البته به البته گویم یک بی ناموسی هست.
که شما ترک فرض کرده ایستاده اید. از این خاطر غسل با تنه لج می شود. وقتی ما و شما غسل که کردیم، این حالت همون از طهارت ما و شما واقع می شود. لیکن کاری کنید در حمام ها اگر یک جای همگی باشد و با تنه لج نروید، شما گناهگار میشد. تنها باشد اجازت است. این فرمان شریعت است. من به شما حواله میکنم، اختیار دارید. السلام علیکم اکای حاجی میرزا. میگویند که در روز عید، خواه عید رمضان خواه عید قربان باشد، 100 دانه تخم دهی حساب یک چاروا ذبح کردگی می شود. آیا این درست است یا نه؟ این نادرست است. اگر 100 نه 1000 تخم که دهی برابر ذبح گوسفند برابر نمی شود. او ذبح دیگر چیز است. او خبر است، با نص قرآنی است، با احادیث های پیغمبر خدا هست. و دادن تخم چاروا هیچگاه البته ذبحش ده شما ثوابش ده شریک نمی شوید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی میرزا، با این سوال من جواب گردانید که حتما ضرور است. همه زنها میگویند که در روز سه شنبه یا اینکه روز پنجشنبه بعد نصف روزی میگویند بگاهی جمعه میدراید. پوشاک شستن یعنی لباس شستن، سر و تن را شستن اوبال است. آیا این درست است یا نه؟ خواهش میکنم حتما سوالی مرا جواب گردید. منم از شما خواهش میکنم که بس کنید زنک ها را گوش کردن. چگونه که از ما خواهش میکنین، من از شما خواهش دارم که زنها را کم گوش کنین. هیچ مادر اپا و خواهر شما مدرسه ختم نکرده است. هیچ کدام آنها علم ندارن، همه اینا جاهل هستند. من در همین مردم زندگی میکنیم. من نمیدانم زنهای ما چند قدر علم دارن. از شما خواهش، اگر مرد باشید، برادر باشید، همون عالم هاتون گوش کنید. بس کنید مامم گفت، بابام گفت، اکم گفت، فلانی گفت. اینا دلیل شرعی نمی شوند. اگر کدام انسانی را شما اگر مثالم که آرین، اگر ما تا در کتاب نبینیم سخن او رد از قبول نیست. امروز الحمدلله در پیش ما کتاب است. امور خداوند خط داده است، سواد داده است. دیگر ما احتیاج به هیچ مادر و اپا و دیگر شما نداریم. برای همین شما هم آنها را گوش ناندازین. اینا همه دروغ هستند. چه روز سه شنبه میشوی، چه روز جمعه میشوی، چه روز چهارشنبه، همه روز برای ما و شما لباس شستن، تازه گشتن، پاکیزه گشتن سنت است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی میرزا، پیش از همه به شما عمر دراز و تنی صحت و دل بیغم را آرزو دارم. اکای حاجی میرزا، شما بگویید که در فصل زمستان مسجد محله ما خنک است. ما در همسایگی مسجد اقامتی میکنیم و من باشم از زبان شیرین شما شنیدم که اگر کسی در همسایگی مسجد میشیند و در مسجد نماز نمیخواند، نماز او حتی نماز نیست. در زمستان هم مسجد رفته نماز خوانیم یا در خانه. من حالا باشد نمازهایم را هر روز در مسجد میخوانم. التماس خواهش میکنم که سؤال مرا پر جواب گردانید. خوش به حال همو برادرهایی که چی در تابستان و چی در زمستان در مسجد رفته نماز میخوانند. البته کسی که نماز در همسایگی مسجد است و نمازش در خانهش میخواند، این نماز قبول نمی. پیغمبر خدا لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، این حدیث صحیح است. نیست نماز از برای آن کسی که اگر در همسایگی مسجد زندگی کند و در خانه نماز خواند. زمستان، تابستان، همه حالت در گردن ما نماز با جماعت سنت مؤکده هست. باید که ما و شما ترکش نکنیم. اگر ترک کردیم ما و شما گناهگار میشویم. این گناهگاری هم کاری هزل نیست، کاری آسان نیست. همه این مسجد امروز خنک است. السلام علیکم داملای محترم. یک برادر اسلامی 7 پاره قرآن را ختم کرده و پاره 8 شروع کرده است. امیدوار یک کف دعای شماست. التماس در همین جمعه در حقش یک دعای خیر کنید. با احترام برادر اسلامی.